رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگویم که امروز هم در خدمت شما بیننده عزیز و گرامی قرار داریم و امیدواریم که طول این ساعتی که در خدمت شما قرار داریم توانیم از وضعیت و حالت و آنچه که بالای این ملت میگذرد در میان گذاریم تا اینکه ملت و مردم از همه آن ماجراها با خبر و آگاه باشند. برنامه‌ای که امروز خدمت شما بیننده عزیز گذاشتیم، مردم زیر آب، سربازان کشته، رحمانوف در جستجوی مخالفان است. این تریوادنوم یا این که سه قضیه که واقعا امروزها میان جامعه و میان مردم ادامه دارد و دولت و وضعیت کنونی کشور با چنین حالتها و با چنین وضعیتها شاهد است همه اینها را و می‌بیند که چه وضعیت و چه حالت در کشور ادامه دارد. واقعا بیننده گرامی، امروز تاجیکستان در یک منظره بسیار تلخ قرار دارد. این منظره واقعا هم بسیار تلخ است. از یک طرف مردم زیر آب ماندند و خانه ها ویران، زندگی فلج. از طرف دیگر خبرها از کشته شدن سربازان از بی‌نظمی و بی‌اعتنایی در ارتش ادامه دارد. اما در میان این همه فاجعه ها سوال اصلی و اساسی برای حکومتداران امروز کشور چنین است: حکومت به چه کار و به چه فعالیت مشغول است؟ به نجات مردم، به اصلاح نظام، به پیشرفت فاجعه های نوبتی. پیشرفت همه آن چیزی که در کشور ادامه دارد نهایتش به فاجعه، یعنی که منجر شده ایستاده است. دامهای بزرگی می سازد، وایمه های بزرگی که انجام میتیند، تاجیکستان و پیش میگن. اینا همش ادامه یک فاجعه است یا اینکه پیشگیری میکنه از فاجعه هایی که در آینده صورت میگیرد. باید اینا خوب بفهمند. یا باز هم به جستجوی مخالفان. وقتی که مردم در مصیبت قرار دارد، دولت باید پناهگاه ملت و مردم باشد، نه اینکه در همین لحظه های سخت دشمن تراشی کند و کاری کند که یعنی وضعیت به یک حالت باز هم اون بارش بریده است. فرزندی یعنی که شهروند کشته شده است در قسم های حربی، یعنی مردم زیر خانه هاشون آب مانده است. رحمانوف یک مخالف میقپه و گویا که تمام این باد و بارش و تمام آن چیزی که آمده است رسیده است، اگر همه مخالف زندان نمیکرد یعنی که وضعیت به این شکل نبود. خوب دقت کنید بیننده عزیز و گرامی تا اینکه وضعیت براتون باز هم بیشتر فهم‌تر و معین‌تر گردد. این وضع بیننده عزیز و گرامی نه تنها یک بحران اداره کنیه، این یک نشانی عمیقی بیماری نظام یا اینکه بیماری وسواس گشته است این رژیم و این نظام. چرا مردم زیر آب میماند؟ بیایید واقعا این وضعیت و این حالت یک جا میبینیم. آیا باران در تاجیکستان نوای میباره؟ یعنی یکم باره در حیات مردم ما. دوبای تاجیکستان سعودی است. تاجیکستان یکم پوستینی هایی که در حیاتش یکم باره باران بریده است دیگه نمیدونن. مثلا در دوبای بدیم در 3 سال یک بار باران میبارید، واقعا دیگه آواریا میشید. ترمز میکردن، مردم میرفتن در کنی ماشین میزدن. فهمو بود که اون مردم در 3 سال یک بار باران میبینه، باران تماما نمیفهمه که باران چی است، یا اینکه یعنی که یک چیزی عمومی هست ولی اهمیت ندادن و دقت ندادن به همو است. یعنی همه این کارهایی که می شود بار اول نیست و یا اینکه در کلیمیت یا اینکه اقلیم ما یک چیزی عمومی هست. درست است؟ بله. پس چرا هر بار کمی باران شود شنبه زیر آب میماند، کمی برف بارد؟ یادتون بود زمستانی گذشته، یک زمستان از این پیش، حتی همین زمستانی گذشته شهر چگونه فلج و یعنی که کلاپس بود. همه میدونید کمی شمال شود به ترتیبی و سیم های برق میکنند، برق نبودگی و برای یعنی که خدمتی کارمنده برق دیگه مردم تماما برق ندارن. این یک کاری یعنی که نیست که تا اگر ما بگیم که با
از بیرون از عقیده هم اگر فکر کنیم بگیم کاری طبیعی است، اگرچند همه اون آفاتی که میآیند آفات الهی هستند. و گفتن از نگاه عقیده و اعتقاد آفات طبیعی یا اینکه یعنی آنچه که شده است زلزله یا اینکه آبخیزی، باد، باران، همه اینها آفات الهی هستند، عذاب‌های الهی یا اینکه از جانب الله سبحانه و تعالی فرود آمدن چنین یعنی مصیبت ها. درست و این چنین این مسئله را از ناعهده برای اداره کنی میدونیمش ما، اگر اولش از نگاه طبیعیش بدونه یا اینکه آفات بدونش، ولی دومش از ناعهده برای اداره سوال ها است که میگن دوشنبه آباد شد، دوشنبه پیشرفت کرد، دوشنبه مثل دبی شد، یا بار بیا با بی دیگه نمیشناسی دوشنبه را. این گپ هستن که چاپلوس بچه ها هر روز گوشی فلک کار کردن، اما امروز مردم با چشم خودش دیده ایستاده است که یک بارانه که عادی شهر غرق آب شده است، یک برف شهر به کلپس بسته میکند، یک شمال نظام فلج میکند. سوال میتیم با همین سردمداران، اگر این پیشرفت هست پس موندگی و خفا موندگی چیه؟ تاجیکستان با عقبش چیه؟ وقتی تاجیکستان با پیشش همی باشه، پس تاجیکستان با عقب، تاجیکستان با قفاش چی باشه؟ یعنی میتونیم بگیم که این تاجیکستان با پیشش همین طریق دسته که اگر تاجیکستان با قفا بگیم چی میشه؟ یعنی واقعا پیشرفت بینوهای بلند نیست. رستم، امام علی، آزاده، تخمینه، رخشانه، عزیزمو، حسن، زویر، سامان، کلن، یعنی که پیشرفتن یعنی بینوهای بلند نیست. پیشرفت سیستمی کار کننده و سیستم اداره کننده. اگر کانالیزاسیا کار نکند، اگر راه ها یعنی که آب را نبرند در داخل همون کانالیزاسیا مخصوص جایی که اون آب ها جمع نشوند، اگر شهر به یک باران آماده نباشد، پس او شهر معاصر، شهر پیشرفته نیست. آن شهر تنها ظاهر دارد، نه یعنی که تهداب با قوت یک نظامداری معینی که اون اداره کنه. درسته. پس میتونه اگون کس بگه که نه چنین نیست، چون حق ندارد، چون امکان ندارد که این کار کند. ایره مسئولیت در همین مسئله بدوش محمد اقبال، بدوش مخالفای، بدوش همون نفرایی که زندانشون میکنی به نام مخالف بدن، بدوش همونای، یا اینکه بدوش شخصی که تاجیکستان با پیش میگه تمامی یعنی مالکیت دولت در اختیار اوه. در هر کشور وقت شهر فلج شد کسی باید جواب بده. در هر جای دنیا وقتی که یعنی که به همه حالت ها شهر زیر آب ماند، باید که یعنی که یک کس جواب بگه. اما در تاجیکستان چی؟ هیچ کس جواب نمیتیه. امروز رئیس دوشنبه در رهبری دوشنبه یا ریاست شهر دوشنبه در دست رستم امام علی. ما سوال داریم چرا شهر با بارشاتی که میبارد آماده نیست؟ چرا اینفراساختور کار نمیکند؟ یعنی سوال باید بتیم میونه. چرا پل‌هایی که یعنی که ساخته نتیجه ندادن؟ چرا یا پل‌هایی که مصرف کردی یا پل‌هایی که مقصد بیدید که در 102 بود 101 بود چخل، یعنی که پل حالتی که پل یک چیزی معلق در بالای یعنی که دریا ایستادگی، حتی همون راه برومد از اون مسئله نداره، یعنی بالای پل آب شدگی. باور که دهشت است به خدا قسم، یک دهشت. همین سوالا جواب میخواهند. رستم مردک باشی جواب بگو. اگر فکر داشته باشی که میتونی یعنی که به این مشکلات رسیدگی کرده، پس جواب بگو. اگر شهر یک بارون اداره کرده نتوند، این ناکامی رهبری نیست؟ این ناکامی رهبریه. این از ناکارشایان بودنی یعنی که شهرداره. اگر محمد سعید بعدلوف میشه دولی هزار خیل در بالاش قش و قواقه کرده بودن، پرابلم کردگی بودن. دیدی که محمد سعید بعدلوف در دستش یک کیرکه یک جای رشکاف کرده است بود، ولی در دور رستم شده است. دروغای شاخداری که همیشه میشنویم ما در مورد اینکه دوشنبه دبی شده است، سالها با مردم یک تصویر نشون میتین، یک یعنی پیکره را نشون میتین که گویا که دوشنبه دبی شده، شهر معاصر، پیشرفت، آبادی، فلانی، دوشنبه یعنی که عجب شهری، دلارای دوشنبه، خیالم زیب دنیای دوشنبه، کجا شده گپا؟ اما امروز حقیقت برعکس شده است. دبی سیستم دقیقه، دوشنبه سیستم فلج. این همتون یعنی دیگه باید بفهمی.
دبی با باران کار میکند، دوشنبه با باران غرق میشود. مقایسه خود همه چیز همین دو مقایسه عادی و دیگه جوش نمیکنیم، باید دیگه براتون فهمو باشه. واقعا اون چیزی که مربوط به مسائل اداره یا اینکه اداره کنی یا سیستم یا نظامی که دولتداری باید در آن باشد دیگر معین و معلوم است. ولی وقتی که ما در مورد آفت‌های الهی گپ میزنیم، این واقعا هم آفاتی است که از جانب الله هستند. اینها آفت‌های طبیعی نیستند. طبیعت اینا را بدون امر و بدون فرمان الله سبحانه و تعالی هیچ کار انجام نمی شود. این یک آگاهی الله سبحانه و تعالی برای ما و شماست، چنانه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بفرماید در سوره شورا: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی که میرسد برای شما بدون سبب نیست، یعنی چیزی است که دستای شما یعنی که انجام داده است و کسب دست شما یعنی که صورت گرفته است، از عمل کردی خودتون است. آیا ما تنها آسمان را گناهکار میکنیم یا به خود نگاه میکنیم میگیم که ما خودمون گناهکاریم؟ آیا الله گناهکاره که در بالای ما باران بارید، در کولا باران بارید، سیل شید، یک کس مرد؟ ایجار الله گناهکار میکنیم یا اینکه به سبب عملکردهای خودمون بما کسبت ایدینا ما چی گناهی کردیم که همین خیلی است؟ ما صبر داریم در ظلم و استبداد و جبر و تجاوز و تحقیر دین و الله و پیامبر و همه چیزا خداوند بالای ما همین عذابش آورده است. خوب دقت کنید. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه روم است که در این قضیه باز هم میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی آشکارا برای ما گفته است فساد تنها گناه شخصی نیست، فساد واقعا هم یک چیزی است که در زمین، در بر و بحر یعنی که شده است. چی در داخل بحر فساد است، چی در یعنی که خشک فساد است. همه این به همون چیزی که یعنی که دست ما و شما انجام میدهد، عمل کردی ما و شما هستیم. یعنی این یگان جای یعنی که پوشیدن است. وقتی حقیقتی یعنی که حالا میبینیم ان همین است که حق مردم خورده می شود، یعنی ظلم و فساد بیشتر می شود. یعنی وقت ظلم قانونی می شود. اکا ظلم نکی قانون دولت ہے، یا که ظلم داری این قانون دولت ہے. وقت ظلم قانون شد، وقت دروغ حقیقت می شود. اون وقت عاقبتش در طبیعتی که میگی شما آفاتی طبیعی ظاهر می شود و با چشماتون می بینید. ما مثال های زیادی در تاریخ داریم، البته میتونید همتون ببینید و همتون این قضیه را بدون اینکه ما یعنی که بیشتر برای شما گپ زنیم البته آگاهی دارید. قصه حضرت نوح علیه السلام که سالها به حق دعوت شو کرد اما گوش نکردن، عاقبتش چی شد؟ آب آمد و همه چیز گرفت برد. این تنها یک حادثه نبود، این نتیجه سرکشی بود که حضرت نوح علیه السلام دیگر واقعا وزمین گشت برایش. وقتی دعوت شو کرد بیای به این دین بگروید، الله یگانه بدانید، غلط نکنید، ولی گپش گوش نکردن. ما آمنو الا قلیلا، کم تره که از مردم ایمان آوردن. حتی کشتی ساز کردنش تا گفتن این مسافر دیوانش دست هر کارش بکنه میکنه، ولی بالاخره یعنی که چی شد؟ به همون وضعیت قومش گرفتار شد. ما میبینید که در قواعد تجوید حتی الله سبحانه و تعالی از وضعیت و حالتی که حضرت نوح با بچهش دید، یعنی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم همونه به شکل در قاعده شاذ آورده است که این تنها اهلی یعنی قرآن میفهمند. یا ابن ارکب معنا، وقتی که بعدی به حرف میم اومد ارکب معنا، وقتی که میگه ای بچم بیا قطعی من دکشتی بشی که هلاک میشه، ارکب معنا یعنی تو که حضرت نوح جنبید برای اینکه فرزندش است. فرزندش گفت نیمه او بالا که میبرم یعصیمونی من الماء، از آب امین میمونم من. الله سبحانه و تعالی در قصه حضرت نوح که واقعا هم با زور شما دعا کرد، یعنی که دعای معروف حضرت نوح هست که در سوره نوح میخونیمش همیشه،
در نمازها. واقعا هم خیلی یعنی که انسانی که عقل دارد به شگفتش میآورد. لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم یضلوا عبادك. سبحان الله. ای خدا از من نمانی بدبختایی یا که یا بنده ها تکنه یعنی که گمراه میکنه. و هم بخاطر دعا کرده است برداشت حضرت نوح به این مصیبت ها. و مثال حضرت یعنی که قوم نوح و ثمود هم میتونیم آورده. مثال یعنی که قوم نوح، لوط، قوم یعنی که عاد و ثمود، دو قومی که در قرآن آیات‌های متعددی برای این دو قومی یعنی بدگهر وجود دارد. قومایی بودند که به قدرت و ساختمان و پیشرفتی چقدر در درون صخره و کوه‌ها جا گرفته بودند، اما ظلم کردند، حقارت کردند. الله آنها را به عذاب از بین ببرد. و یک عذاب‌های عادیه که با یک یعنی چیزایی که در داخل اون کوه، در داخل اون سنگ‌هایی که اونها زندگانی میکردن، یگان چیز اونها را تهدید به نابودی نمیکرد، ولی الله اونها را از بین برد به خاطر گناهانی که انجام میدادند. پس بدونه که قدرت بدون عدالت نجات نمیتید. اگر قدرت بدون عدالت نجات میداد، قوم عاد و ثمود الله نجات میداد. ولی قدرت داشتن ولی عدالت که نداشتن، الله نجاتشون نداد. قصه فرعون ببینه و رحمان و پس فرعون یعنی که سیمگوشی تر است و قوتر است. فرعون خودش بالاتر میدونست و انا ربکم الاعلی گفت، قدرت داشت، دعوا داشت، دولت داشت، اما وقتی که از اندازه گذشت، الله سبحانه و تعالی او را در آب غرق کرد. آیا این تنها تاریخ است یا برای امروز نیست؟ برای رستم و برای امام علی و برای آزاده و برای تخمینه و برای رخشانه و برای یعنی که زرینه و برای فرزانه و برای همه اینا درس است. برای عزیز ما درس است یا اینکه یک چیز عادی تاریخ است، خوب گذشت رفت. ولی وقتی که عذاب الله میآید بغتتا با یک چشم پوشیدن نمیفهمید، ولی وقتی که در عذاب الله داخلت کرد، پس هیچ لا ناصر لک اليوم، هیچ کمک کننده اون روز ندارید. نه پولت، نه حساب های آفشوریتون، نه یگان چیزتون شما را نجاتتون نمیتید از خشم و غضب الله. پس بفهمید که تنها تاریخ نیست. البته قرآن مملو از چنین حادثات هست و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حادث گوناگون در این قضیه برای ما و شما بیان داشته است که رسول اکرم میگه اذا ظهرت المعاصی فی امتی عمهم الله بعذاب من عنده. الله سبحانه و تعالی رسول اکرم میگه وقتی که گناه ها در هر جامعه که آشکار شد و پهن شد و منتشر شد، عذاب عمومی میآید. در اونجا نمیگه که یعنی که خاصه نمیآید، عذاب عامه میآید. یعنی که همه ترخش میسوزه، اولیا و عالم و قاری و حافظ همه یک جای میسوزه. و هم بخاطر این یک چیزی معینه. باز یک حدیث دیگر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که و ما منع قوم زکات اموالهم الا منع القطر من السماء. بس یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما میگه وقتی مردم حق دیگران را نمیدهند، یعنی که زکات نمیدهند، آنچه که حقشون از رستم حقش است که کمبغالا را کمک کنه، ممکن دیگه مردم نه، فقط حق رستم، حق آزاده، حق تخمینه، حق عزیزما، حق حسن اشکمبه میلیاردر، حق اسمت دولیک، حق زین الله، حق همینا. وقتی که اینا نمیتین، یعنی که پس عذاب مردم عمومی میزنه، ولی اونها یبعثون علی نیاتهم، با نیتاشون میقزن، ولی شما هلاک میشه. وقتی مردم حق دیگران را نمیتین، برکت آسمان گرفته میشود. وقتی که طبق احادیث زیاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که وقتی که ابر میشد یا باران میزد، چهره رسول اکرم تغییر میخورد. میگه من نگاهش میکردم با که حضرت عایشه شوخ بود. میگه وقتی من نگاهش میکردم گفتم پیغمبر خدای، اول گناه اول اخیر تو بخشش نیست، برای چی میترسی که ابر آمد از خی عربستان گرمه که باران بارد خوبه کوخی؟ رسول اکرم من نمیترسم. من وقتی که ابر می شود یا باران می شود، من از عذابهای خداوند میترسم. چرا؟ چون که یعنی که بسیاری از قوم‌های بود که با همین باد و باران از بین رفتن. من نمیخواهم که امتی من با همین باد و باران از بین بروند. گه کنید چهره رسول اکرم تغییر می‌یافت.
وقتی باران میبارید میگفت ای الله این باران سقیای رحمت کن، یعنی آبی که در اون رحمت باشد، نه سقیای عذاب، یعنی نه باران زیاده که اون عذاب بالای ما باشد. اما این سقیایی که در تاجیکستان بود این سقیای عذاب است، این باران عذاب است بالای این ملت. یعنی هر قضیه را که ما و شما میبینیم پس باید به یعنی که واقعیت همسان یا که همخوان یا که دقت بتیم چی میگه، چون که در مورد مسائل دیگری زیاده که یعنی که چی گناه ها میکنیم که خداوند بالای ما چنین عذاب ها را میاره. یعنی که یک حدیث دیگری از رسول اکرم داریم که لم تظهر الفاحشه فی قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم طاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. در روایت ابن ماجه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه هیچ قوم زنا و فحشا را آشکار نمیکنند مگر اینکه در میان آنها بیماری ها و بلاهای پهن می شود که در اسلاف در پیش بدگیشون اینطوری کار نبود. یعنی که درد بلاهای برای اونها میاریم که لم تکن فی اسلافهم، در گذشتگاشون اینطوری بالای اینها نبود، یعنی که در پیش از اینا نبود. پس ببینید که چی بلاها را آورد. واقعا این حدیث نشان می‌دهد که گناه‌های آشکاری که ما و شما انجام می‌دهیم سبب بلاهای عمومی در کشور می‌گردد. درباره پرسنتخوری که یکی از وظیفه اساسی اولیای رحمانوف این پرسنتخوری است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه اذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد احلوا بانفسهم العذاب. هر قومی که میگه در آنها ریبا و زنا زیاد گشت، میگه در آنها ظاهر گشت، میگه پس میگه بفهمن که عذاب برای اونها حلال شد. دیگه عذاب خدا را برای خودشون حلال کردن. مثلا گوشت خوک حرامه، خودت برای خودت حلالش میکنی. عذاب یعنی که چخیل عذاب الله برای خودت جالبه جلب کننده وقتی که تو ریبا کردی، خوردی، پرسنت گرفتی، دادی، وقتی که زنا کردی و زنا و ریبا در اولیای رحمانوف و در اولیای حکیم رحمانوف یک چی عادیه. پس وقتی که هر مردم قریه، هر مردم شهر منطقه که زنا و ریبا یعنی که رواج یافت، اونها برای نفسهای خودشون عذاب الله جلب کردن. این یگان چیزی یعنی که از پیش خودمون نیست. علما در شرح همین حدیث میگن که عذاب میتواند شکل‌های گوناگون و اشکال و انواع گوناگون دیگر بیاد که از بحران‌ها و مشکلات اجتماعی تا آفت‌های طبیعی، نه اینکه فقط باران، مصیبت‌های دیگری گوناگون غیر از باران، یعنی بالای اونها عذاب الهی با شکل‌های گوناگون بالای اون مردم سایه می‌افکند. در مسئله شراب نوشیدن که می‌بینیم که در کدام وضعیت این ملت مردم قرار دارد، چون که امام بخاری رحمت الله علیه در کتابش میارد لا یشربن الناس من امة الخمر یسمونها بغیر اسمها. قوم از امت من میگه شراب و میخورن. رسول اکرم حدیثی واقعا هم خیلی برای عصر امروزی ما مناسب است که قوم امت من میگه شراب و مینوشند اما همو را به نام دیگر میمونند. بازیدت ببینید شراب سامانی، شراب کوثر، الله لعنت کنه، نام حوض کوثر جنت در شراب هاشون گذاشتن. یعنی شراب می نوشن ولی بعد دیگه نام موندگیشن. و بعضی از علما واقعا هم در این قضیه میگه حتی میگه ریختن شراب در یک چیزی دیگه تا اینکه مردم نفهمند که او شرابه، اگه فهمیده خاصتا مردم منطقه کیستان که شراب در درونی چوینیک میریزن تا اینکه مردم نگن که عرقه، ای چوینیک میریزه در پیاله زدن میگیره، هیچ کنه بفهمه که عرق خورده است. انامین است، یعنی بدبختی و انامین است آگاه کننده رسول اکرم که برای ما و شما آگاه کرده است که یعنی که این مردم من همین کارها را انجام میدن. یعنی گناه تغییر نمیکند، حتی اگر نامش هم دیگر کنن، وضعیتش هم دیگر کنن، هر کاری کنن گناه تغییر نکرده است. یعنی این یک چیز معینه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه اذا ظهرت المعاصی فی قوم عمهم الله بعذاب. یعنی که واقعا برای ما یک مهمترین سخن گفتن رسول اکرم اذا ظهرت المعاصی فی القوم، اذا ظهرت المعاصی فی قوم، یعنی ظاهر شدن گناه ها در هر قوم، عمهم الله بعذاب، الله سبحانه و تعالی برای اونها یک عذاب را
یعنی که میفرستد یا اینکه نزول یک عذاب میکنه. وقتی که گناه ها در جامعه پهن میشوند عذاب دیگه عمومی میشه. اون میگه این حضرت قریه، این ایشانه، این اولیاء، ایام خونه اولیاء زدن سر میشوه، ایام خونه پیر، ایام خونه ایشان سر میشوه زدن خدا، برای که اونها امر به معروف نهی از منکر را ترک کردن. پس امروز وقتی که میبینیم ربا در اقتصاد پهن شده است، شراب به یک عادت تبدیل یافته است، فحشا و بی‌حیایی زیاد شده است، ظلم و فساد دیگر در کشور عادی شده است. پس آیا حیران میشید که آبخیزی میشود، مصیبت میآید، یعنی آرامش و ثبات در جامعه از بین میرود؟ نه، هیچ وقت در قضیه یعنی که فکر نکنید. چرا؟ چون که همون چیزی که در بالا گفتیم واقعا برای حال ما و تو دیگر معین است. رستم امامعلی باید خوب بداند که امروز مسئول یک شهر نیستی، تو مسئول تقدیر مردم هستی. نه بدان اگر در جامعه بی‌عدالتی باشد، حق مردم پایمال شود، گناه ها و یعنی که این عمل ها پهن شود و دولت خاموش باشد، پس این مسئولیت به دوش تو است و تو در نزد ملت الله جواب میگوی. شهر تنها با بیناهای بلند اداره نمیکنند رستم، شهر به عدالت اداره میکنند. اگر امروز مردم زیر آب مانده است، فقط یعنی که باران گناهگار نیست، دیجا تو گناهگار هستی، فراموش نکن. آیا رستم تو آماده که جواب بدی در نزد مردم؟ آماده ای که در نزد مردم جواب بگویی؟ آماده ای که در نزد الله جواب بگویی؟ پس اگر آماده جواب گفتن در نزد مردم و در نزد الله نباشی، پس تو باید دیگر در فکر رفع این مشکلات باشی. گناه وقت زیاد می شود رستم، بدان که بلا دور نمیماند. یعنی که وقتی گناه زیاد می شود، پس دیگر بلا نزدیک می شود. ظلم وقتی عادی می شود در کشور، امنیت از بین می رود. و وقتی مسئول به مانند توری مسئول خاموشه، مصیبت سخن میگه، تو دیگه سخن نمیگوی. پس بدان که ظلم زیاد شده است، پس بدان بی‌عدالتی عادی شده است، پس بدان حق مردم پایمال شده است. آب میآید، مصیبت میآید، اما ما حیران میشیم که برای چی طوری شده است. تو بما کسبت ایدیکم، با آنچه که دستاتون کار کرده است به آنها دقت بدید. پس برادران و خواهران گرامی بدانید که الله تنها جزا نمیدهد، اول آگاه میکند. اینها آگاهی هستند. حالا یعنی این حادثه ها میتواند هشدار باشند، امتحان باشند یا عبرت باشند. پس باید بدانیم که آیا ما بیدار شدیم یا بیدار نیستیم. پس وقتی که بیدار باشیم، پس بدانیم خو انفسکم و اهلیکم نارا، خودمون و اهل خانواده‌مون از آتش جهنم نگاه بداریم. اگر جامعه اصلاح نشود، مصیبت ها زیاد میشوند. اگر عدالت برنگردد، آرامش دیگه برنمیگرده. آب میتواند خانه ها را برد، اما ظلم ملت از بین میبرد. این یک مسئله واقعی بود که برای آن چیزی که در کلاب 3 نفر شهروند، 3 نفر ساکن این شهر از دنیا گذشت، دوشنبه به کدام وضعیت گرفتار شد. دیگر نیاز به نشان دادن همه اونها نیست. همتون باید دیگر در این قضیه ها و مصیبت هایی که بالای این مردم آمد، یعنی که باید آگاه باشید و بفهمید که چی وضعیت آمدگیه. اگه در مسئله اسکر بچه ها را اگر یک کمی کوتاه بگذاریم، واقعا اسکر بچه ها را میتونیم یک گوشت برای سیستم بگیمش میشود. بیاید دیگه پدر مادر خودمون فریب ندیم. در تاجیکستان اسکر بچه ها میبرند، نه اونا را میکشند، اونا را میشکنند، بعد میپرتایند، اونا را از تاون میتیانشون میخرند تا اینکه درونشون بریزند. این دیگر حادثه ناخوش نیست. این یه مکانیزمه. اینجا وطن نیست، اینجا تجربه گاهی ظلمه. جوانان را میبرند و باز خانون شیرین، قرض به وطن، واقعیت لطاکوبی شبانه، تحقیر هر روزه، زوری کلان سالان یعنی دمبلا، ترس همچون یک قاعده باقی میمونه. این تربیه نیست، این سیستم شکنجه و عذابه. آنهایی که زنده برمیگردن دیگر هم یعنی که انسانی کامل و مکمل نیستن، عسکری برمیان. آنهایی که بر نمیگردن بر رقم تبدیل میابند، همچون استاتیستیک عمر ایشیز یعنی گروز دوستی، یا اینکه چی میگن به زبان روسی، اوتیلیزاتسیا شدن. یعنی انسان فرزندی تو رحمان رو میگیره، روانش میکنه، اوتیلیزاتسیا میشه. دیگه خودتون اوتیلیزاتسیا را فهمیده.
پس بدونه که سیناری آماده، یک چیزی معینه، دروغی که سالها تکرار می شود. هر مرگ یک جمله آماده، یا خودکشی یا بیماری یا که ای بالا در آسمون ای آسمون در زمین اومدن زدن، یعنی همینا است. چند مرتبه باید همین دروغ بشنویم تا بگیم که دیگه بس کنی. هم وقت سربازا میگن یا خودکشی کرد یا بیمار شد یا که ای آسمون خودش پرت کرد. تمام اینا سه چیزه. این تصادف است، نه اشتباه. یک چیزی تصادفی آدم یک بار میشود، دو بار میشود. های مثلا یک حادثه مشابه و مانند یک سلطه مثلا ابلغ چه پرتو میبره، حیات دیگه شون تری میکنه، خیلی تصادف میشه در حالاتی که ایش به هیچ یکون ارتباط نداره. این رما تصادف گفته نمیتونم تصادفش بگیم. این یعنی که یک قضیه دروغ است. این یک پوشاندن جنایت با نامهای دیگر است. انا میره خوب ملت باید بفهمه. کی جواب میدهد؟ هیچ کس. انا همین خود جوابه که هیچ کس جواب نمیدهد. سالها میگذرند، نامو عوض میشوند، اما نتیجه همو است. جزا نیست. وقتی جزا نیست این معنی همو را دارد که این کار اجازه داده شده است، نه رسمی بلکه غیر رسمی اجازه داده شده. مادر پدر حقیقت قبول بکنی، حتی اگر درد هم کنه پدر مادر شهروند حقیقت قبول کنه. شما پسر تا با دعا فرستاده با شما جسدش برگردوندن و گفتن که خاموش باشید. با جسد بچه تا نبی که اگر بینی خالای اکای امکی وضعیت بزر میکنیم. این خاموشی است، نه آرامی است. این اجازت ادامه فاجعه است. خاموشی تو پدر و مادر فرزند یک کسی دیگر میبره. این دیگر فاجعه نیست. این معیار عادیش دیگه در کشور. یک بار فاجعه میشود، دو بار بحران میشود، هر سال کشید این یک معیاری عمومی مقرری است در کشور که ادامه میدهد. این الکه یک قاعده سیستمی فساد و یعنی بدبختی هست که رحمانوف تشکیلش کرده است. در همین شرایطی که ما تو داریم، عسکر محافظ نیست، قربانی تیوره، یک یعنی که گوشت یا گوشت پوره. تا وقتی که حقیقت پهن نمی شود، دروغ رسمی می شود و ترس در جامعه ما و شما حکمران است. عسکر بچه ها کشته می شوند، نه در میدان جنگ، در داخل خود نظام. یک سوال میتونیم، آیا شما با چنین سیستم باور دارید که فرزند خودتون به همون بسپارید و بدونید که همین خیلی کشته شود؟ نه، میتونی بگی که نه، این خطر داره، بچه من نمیخوام بکشم. بله، مجبوریم که بچه ما در اوتیلیزاسیا یا اینکه در کنتوزیا یا اینکه در گروز 200 بچه ما 18 ساله کنم، 19 ساله کنم، روانش کنم، یعنی که اوتیلیزاسیا شوه یا اینکه کنتوزیا شوه یا اینکه نیم کلا مردک شوه به خانه بر بگرده، یا اینکه آماده نظام و تغییر میتی. بچه تا اگر نخواه خدمت کردن او را هیچ کس حق خدمت بردن نداره. اگر بچه تا خدمت میروه باید در خدمت دستای نه خدمت کنه تا اینکه به وطن بر بگرده، مردک باره بیایه به خانش، در وطنش خدمت کنه، پدر و مادرش حمایت کنه و هیچ مصیبت و مشکلات نداشته باشد. پس تو آماده در چی هستی؟ آماده در نظام تغییر همین نظام رحمانوف یا اینکه آماده در اوتیلیزاسیا بچه؟ آماده در این هستی که بچه تا اوتیلیزاسیا کنی. خب اکنون ما در صحبتی که تا این دقیقه در یعنی که 30 دقیقه انجام دادیم تنها دو قضیه را بیان داشتیم و اون هم قضیه آبخیزی و قضیه قتل سربازانی که در چسب‌های امام علی رحمانوف یا چسب‌های نظام خودکامه رحمانوف کشته میشوند. پس فهمیده می شود که قضیه ما و شما در وضعیت و حالتی در قضیه و وضعیت ما در وضعیتی یعنی خیلی ناخوشایند قرار دارد و این وضعیت ناخوشایند ما یعنی که همه آن چیزی که ما و شما را میتونیم وضعیت ما را معین کند اون چی است؟ اون یک وضعیت خیلی بد و خیم و ناخوش است. پس برای چی رحمانوف یعنی که مسئله آب خیزیش و باران و وضعیت موندگی، مسئله مرگ عسکر بچه ها موندگی، مسئله یعنی که این همه مصیبت ها موندگی باید که آدم سال 2022 سال 2023 برای محمد اقبال گویا با کدوم شکلی یاد نداریم ما مبلغ فرستاده است، واقعا هم یاد نداریم ما. یعنی هیچ چیزی که اصلا کسی که با اصلاح همکاری میکنه والله قسم من یگان نمود خیلی دروغ هم نگفتم و قسم حانیسی هم میخورم برادران و خواهرانی که در داخل کشور، در روسیه، در امریکا، در اروپا، در هر کجایی که
با همون شکلی که تماس داشتن و کار میکردن و کار میکنن یگان سری موی تغییرات نخورده است، همون خیلی ادامه دارن. تنها یه آدم 100 روبل یعنی که با همون کارتای ازبک بچه که دائم اکرام برمدگی بود، یعنی که همون رو ایسبر بانک رفتن گرفتن تا شو 100 سوم یا 200 سوم یا 500 سوم یا 50 روبل کمک همون را گرفته. برای چی؟ برای مردم با ترسانان که مبارزه را سخت‌تر نبره که رژیم از بین چپکنی بروه تا وضعیت ما بزیبتر شود. په همون خاطر حالت و وضعیت باید این ملت و مردم خوب بفهمه و خوب آگاه باشه. یعنی با این طریق حالت ها تو نمیتونی که مردم یعنی با این پرابلم ها بزنی. چقدر مردم با تهمت و یا اینکه اونها یعنی که با ما بودن و اگون کار کردن زندانشون کرده است. وگرنه در اصل که اگر بگیریم من همی او روز کاملا همه اون افرادی که یعنی که با ما بودن به کدام شکل ها، یک نفر از کمیته دولتی امنیت ملی اون هم الله شاهد است با گناه خودش بود، یعنی که بازداشت هر چی که براش گفتیم به من فلانیم و من هیچی نمیتونم گفته و هزار خیلی فهموندیم که بسیاری بعد وای منه که ولی بازم گوش نمیکرد. خوب دیگر اونم خیلی چکو کردن میدانیم ولی زندان نشده است اونم، یعنی اونم از کارش رفت و باز با دیگه شکل ها با دیگه کارهای دیگر از اون کار پیشنش با بهتر کار کرده است. درست یعنی به این شکل که بگوی که ای همکاری با اصلاح یگان کسا، وقتی که ما میگیم یگان کسا نقپیدن این افراد هستن که یعنی که 100 سوم 200 سوم هم برادر در روسیه کمک میکنن به اصلاح یگان کسا نقپیده است نقپیده برای نمیتونن تو رو قپیده. رقمی زبربانک در اکران موندگی نیست و نفری که با او پول روان کرده است او را داده سی مقامات نمیتیه داد. اگر همین رقمی یعنی که سپربانک که در روسیه است کی روان کردگی دیگه معلوم است. ولی شکل هایی که با ما همکاری دارید یعنی با ما همه کاری که انجام میتیم یگان کاسته یگان گشته است نشته است. برای نمیشه هم یگان گفت، یعنی یک گپ دروغ است، یک گپ والله قسم. یگان افرادی که با اصلاح قسم به عظمت الله با اصلاح همکاری کردن رحمان رو نقپیده است اونها را و امکان هم نداره که بقپشون. اما احمق هم نیستیم که اونا را به شکل که شما اونا را بقپه. برادرایی که در روسیه هستن همکاری میکنه کمک میکنه چیکار میکنه در هر کشور دنیا است یگان گپش است. برای نمیشه و یگان گپا تنها همون رقمی که المراجان موندگی بود یعنی که چند نفره که در همون 50 سوم 100 سوم اگر هم را در هم یک ماه حساب کنیم 50,000 یا 40,000 اوش هم 100 سومی 200 سومی 50 سومی نمیتری یعنی که بدگیه. اگر یگان کس 50,000 یا 30,000 میپرتم که خیلی گپ بود ولی تری نبود همش همین چیزای پلو اندک مندک ایزا اگه بخواه که به همین شکل قطعی مردم با ترسونه گویا که با ما دیگه همکاری نکنه. این تری گپ نیست رحمان. فقط خطت با 16 با چند هزار بزنی اگر بگو شکمی ما کلونه کونی من کلونه فایدت نداره رحمان فکر کردن بلانگازی حیوان. این مردم نمیخواهند، این مردم با بدبختی آورده گرفتارشون کرده. این مردم با ما هستن با ما کار کرده هستن، هیچ تغییرات در هیچ کاری ما وجود ندارد. با همون شکل با همون وضعیت با همون حالت رفتیم. درست با همون خاطر یعنی با ترساندن مردم قطعی تو خطا از مصیبت هایی که بالای این ملت از ناکارشایمی بچت از کارناشایمی خودت نظام و دولت تو ورده با زندان کردن مردمی که سال 2021 سال 2022 100 سوم 50 سوم در کارتا پرت است. یعنی به این شکل قطعی امکان نداره که یعنی که شما وضعیتتون چی کنی. اگر برادرای دیگر کارتا در اکرانا بودن که یعنی که همون کشتگی است ولی اونا رو نمونه میگیرن. برای چی؟ به خاطر که یعنی که دست ویش کار میکردگی مخالفه که ضربه هر روزه زده است شونه با ترس همونا رفتن. یگان خیلی فایده نداره ترسای میداده دیگه. این مردم همون مردمه، این مردم همون را میشناسن میفهمن. اون تغییرات در شکل و حالت و وجه مبارزه صورت نگرفته است. همون شکل بود همون خیلی ادامه دارد. پس به همون خاطر تو بیشتر به قضیه مردم دقت بکن، تو بیشتر به قضیه آبخیزی و راههایی که دیگه وقتی باران بباره چگونه یعنی که راه پر آب نشوند. حکومت شهر باید این قضیه رستم نزنه، یعنی که پسیخوتراپیست که دارو و کریستال شیشه را نزنه شب تا ساعتی 2-3 رخا را بخیزه بیایه، یعنی که یگان کاری تری کار نکنه و در فکری یعنی که ساختن شهر در فکری آبادی و بهبودی ملت و مردم کار کنه. تیر پرزیدنت موندنی ای گفتی که پا بزنه کریستال قطعی شیشه
گره بزنه قطعی گفتی گپو سبزی با دست دنیا بگرده این دیگه مردم ملت چیکار کنه باید به یعنی که کاری که انجام داده است خیر امام علی دیدی که این بشر نتونست از کورا همین وقتی بشر نتونست کار میگوش نتونستی یعنی تعریف کردن او زدنی بینو ساختن او زدنی را 5 میلیون فروختن زمینش برای اینکه رستم پول بتین 4 میلیون 3 میلیون 5 میلیون ایرا لوبای توپای بار بشنون یا ورقه برای فروختن 5 میلیون فروختنش میگیره این کار کردن نیست مخالف رحمان زندانی کردن 13 سال و 10 سال اسمت دولی که برای میلیارد دزدی کردن زدی سرش دادی به معاون تلکاش موندی درسته شپیلی ویلی میکردگی آزاده را میلیون دزدی کرد پوش کرده گشته است رجب زاده را شهباز رجب زاده را داره شپیلی ویلی کرنده آزاده برای اینکه 100 سوم یا 50 سوم یا 200 سوم دایا مخالف بزنوندن 10 سال 12 سال باز زندان کنی اکت فکر داری به شکل قضیه مردم میترسونی که فقط فکر که با خدا قسم کون تا میدرون رحمان فی ملت این مردم والله شو و برادرها چند نفر صحبت کردیم میگه خودت حضرت میگه ما میبخشیم یا که فلانی را خودت ایتن خودت بخشیده است ما رحمان فنا میبخشیم ما اسمی کرا نبخشیدیم و نمیبخشیم و امکان ندارد که ما اسمی کرا ببخشیم اما خاطر او در درون شنبه هم او در یگان جای دیگه نیستن او در بر خونه تو زندگی دارن یا هم خاطر به این شکل ها به این کارهایی که تا انجام داده است فکر نکنه که یگان خیلی خشم غضب مردم پس میشود همین مردمی که تو زندانشون کردگی سرشون بودی این خیلی برای تو فایده دارتر از یکی زندان کرده است لعنت کرده الله نه گفتی گپا عفو میکنی نه یگان چیز با هم مردم فقط یک کار کنی بیای شما عفوتون میکنی میره یک بچک نوشته است نمیگم مشکل منطقه میگه خیلی خیستم رفتم گفتن که بخیر بیا قضیت باید ببینیم یک بچه هم میگه پدر مادرم بسیار گریه کم 5 خواهرم اپایم میگه خیلی خیستم رفتم عفو امو ایزاحه نوشتم امو عریضه را خیستم رفتم 100,000 ما گرفتن بود 3 روز دیگه رستم کردن سرم دادن اومدم بعد گفتم که الحمدلله تمام بعد 3 ماه زنگ زدن گفتن که بخیر بیا با خونه اتاقشم رفتن بگش بیا که کماندیر وظیفه را ازش کردگی او آدمی که 100,000 شو گرفت او رفت یه آدم دیگه اومد دلاش اولی هم ایستادگی باید بیا ای سر پول بده بگه گفتم منم پول داشتم و زینو قرضم کندنی اومدم بخیر فلانی و چه بیای جب چه بعد گپ نزن هستم رفتم میگه که 150,000 دیگه میتی بعد با ما عریضه رو میمونم با تو چند قیره که من همی جام مطرح دروغ نمیگم 150,000 سومونی دیگه میتی عریضه ترها بالا دا میمونم کسی که پس ما اومد دوجا میگنش که جای خلیبه یعنی کرموش کایتی نمی پاپکه ها او پاپکه رو میگیره و سرش میکنه 1 سال کار کردی مردک دیجا 6 ماه کار کرد 2 سال کار کرد رفت یه آدم دیگه اومد با عمره میگیره با همون زنگ میزنه با تو فلانی بخیر بیا ازاه نوشتگی یکی شرعی یک گویا که عفو پرسیدگی رحمانوفا برای اینکه یعنی که چی باشه با میره با 100,000 دیگه تا میگیرن این گو جوشات میکنن میره یا اینکه یا برا خلاص میکنی خطا نجات میابی یا ممبری یعنی راست گفتن در کار یا ممبرم یا نجات میابی یا اینکه گو جوشوره همین تو پلوم کنده گشتن میگیرن اینا دیگه اگه رحم ندارن با ما اما خاطر این ملت باید خوب بفهمه قضیه و زندگیشه نه در مصیبت اینو با ما هن نه در خرسندیمون با ما خرسندی ای فقط دختر تا یا دختر ما یا که جیان تا بر در پیششمون برقصه چکمه گیسو کن و شاو بگیره برای اودیخشون کنه همینجا خرسند میشون کمترک بعد در کنش یا شتای دیگه میزنن میگم برا تمام دیگه همین وقت خرسندی همیو های همون وقتی که ایتو پول میگیرن هم خرسند نیستن برای چی برای اینکه ما تو غلامیم برای اینو راه غلام لوبو خیلی باید تو پول تبگیری با همون خاطر شما این مردم به شکل نبینه که یعنی که یا با منفعت ما یا برای ما و شما یگان یعنی که اگر بسر یگان کار میکنن نه هرگز چنین نیست و یگان کاری را اینا برای ما و شما هیچ وقت نکردن و در آینده هم هرگز نخواهند کرد پس قضیه را باید این ملت مردم خوب بدونن و خوب بفهمن خوب امیدوارم که انشاءالله ملت و مردم فهمید و البته بیننده عزیز و گرامی چنانه که میدونید امروز 3 می روزی آزادی مطبوعات و آزادی بیان است و البته چون برنامه داشتیم
و ما نتونستیم که برنامه آماده نمودمون امروز گذاریم، ولی روز 4 ماه انشاءالله که برنامه مربوط به آزادی بیان فردا خداخواه میگذاریم. حتما انشاءالله که قضیه را انشاءالله میبینیم تا اینکه چیکار کردن و در کارم، تا اینکه اون چیزی که مربوط به یعنی آزادی مطبوعات است تمام شما انشاءالله که آگاه تر بشه که چی وضعیت و چی حالت و چی یعنی که قضیه دیده می شود. پس خدا کنه که انشاءالله وضعیت و حالت ما و شما خوب بفهمیم و خوب آگاه باشیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، این بود قضیه ها و وضعیت و حالاتی که تا امروز برایتان یعنی که خبر کردیم و گفتیم. و در قضیه برادران و خواهرانی که همکاری با اصلاح داشتند هیچ تغییراتی در عدد اونها تا به حال وجود ندارد، همون 22 نفر و باز همون یعنی که 15 نفر، یعنی تغییرات در یعنی که عدد و شمارش آرا وجود ندارد. البته اون برادرایی که در قضیه معاش ها بود، اونچه که مربوط به ماه یعنی مارس بود تا نهایت اپریل الحمدلله ما تمام شو کردیم، در حالی که باید تا 10 اپریل تمام کنیم ولی ماه مارس در ماه یعنی که اپریل تمام کردیم و اکنون دیگر ماه اپریل موند. فعلا یگان معاش ماه اپریل تا حالا ندادیم. امیدواریم که انشاءالله برای دادن معاش ماه اپریل برادرایی که باید کار انجام بتین انشاءالله انجام بتیم تا انشاءالله بچه ها کارشون انجام بتین. مثلا ببینید که در یعنی که کارهایی که انجام داده هستیم بچه ها یگان یعنی که توقف در هیچ کار ندارن، کارشون الحمدلله انجام داده هستند. پس انجام دادن کار اونها دلالت بر پیشرفت و دلالت بر کارهای ما انشاءالله که دارد. خوب دیگر از این بیشتر وضعیت و حالت انشاءالله که بازگوتر در رفت برنامه ممکن انشاءالله چیز در یادمان آمد میگیم، ولی همین است آن چیزی که باید دیگر ملت و مردم از وضعیت و حالت آگاه باشند. خب واقعا دیروز و پریروز صحبت‌های داشتیم با بعضی از مقامات مربوطه کشور، خیلی خوشحال کننده بود. واقعا خیلی خوشحال شدم. آدم باید با بعضی از مقامات صحبت کنه زیغ شوه، ولی صحبت کردن شکل صحبت کردن بسیار خوشحال کننده بود. چرا؟ چون واقعا خوشحال میشه آدم وقتی وضعیت میبینیم که به این شکل است، به این وضعیت است، یعنی برای ما خوشحال کننده است. پس خدا کند که این خوشحالی همون ادامه پیدا کنند و همین وضعیت و حالتی که فعلا ادامه کار داریم کار همون انشاءالله ادامه دادن بگیریم. چرا؟ چون حالت های خوشحال کننده از داخل کشور الحمدلله که زیاد آمده ایستادن و این هم دلالت بر یک وضعیت خواب و یک وضعیت یعنی که رژیم در حالت یعنی انزجار قرار داره و در حالت همین حالت قرار گرفتن حالت خوشحال کننده هست برای ما. خوب بله بیننده عزیز و گرامی، این بود آغاز برنامه 400 و چندای برنامه 405 ما و خدا کند انشاءالله که تأثیر در وضعیت و حالتی تمام ملت و مردم داشته باشد. همه آنچه که ما گفتیم و میگوییم و میکنیم و صحبت هایی که در مورد قضیه های عمومی داشتیم و در قضیه های آلمان بسیاری از یعنی که شکایت ها آمدگی به خدا قسم در مورد شریف شکایت های خیلی وزمین آمدگی در مورد زینوهاش تجاوزهاش دخترای یعنی که برای پاسپورت تجاوز میکنم گفته، یعنی که به خدا قسم تحمد نیستن، یعنی که واقعا هم یعنی اینا جنایت هستن. پس یعنی که سفارت تاجیکستان در آلمان باید بدونه که این پیوندی هایی که تو در کار مونده همه یا پراستیز ویراژین یا بر تروریستن. خوب دقت بکنی که با نگو سفیر که تو یعنی که قضیه تو شهروندی و تر دیگه هیچ کسی گفتن نمیتونه و زنت آلمانیه یا این کارو یکون خیلی فایده نمیکنه. یعنی که باید که بدونی سفیر ستار خوب باید بدونی که این افرادی را که تو پیوند تشکیل کرده اینا یک
یعنی که جنایتکار هستند و چگونه یعنی فیروز به خدا قسم زبانم نمیگرده که میگه پورا بگم اما دخترایی را که روی کردن مردم از تاجیکستان دختراشون برای خواندن آلمان روی کردگی نصف شده همونجا یک کروی کردگی هم باور که یعنی که به حیوان به این شکل مناسبت نمیکنه. تاجیکستان میگریزه که سیمی که رحمانوف تجاوز میکنه دختراتونه در آلمان میایه بازم کارمندان سفارت و دیاسپورای نزدیک به سفارت یعنی بود دخترها بازن اتامی کار میکنه شرم کنه به خدا قسم اخو که یعنی که به ایش کارو انجام بتیه فیروز کروی انجام دادگید با او زن با 3 زن کروی انجام دادگید و چی گپا گفتن چی تهدیدو کردن همش در دستی ما هست وارکنه به خدا ایزا بکشه ای کروی که شما انجام داده سی یا با یگان نمود خیل چه سر شما را نمیشوه یگان صابون سر شما را نمیشوه یعنی جنایتاتون از اندازه زیاد به زیب بدش رفته است به خدا قسم یعنی که بسیار جنایتاتون از بین رفته است پس دقت بکنید و در روسیه کارمندان وزارت کارهای داخلی چی کارها انجام داده است و چی کارها مشغوله چی ابیکتو را گرفته است رمضان رحم داده چی کار کرده است همش برای ما رسیده است ولی یعنی اینم دیر دوام نمیکنه انشاءالله که ما پده تل نه تمام کارهای شما را آموخته ایستیم و پده تل نه همه آن چیزی که انجام میتید اونها را انشاءالله به شکل وضعیت خوب واقعی انشاءالله برای ملت و مردم تقدیم میکنیم. خب بله بیننده عزیز و گرامی این بود آغازین بخشی برنامه ما انشاءالله میگذاریم به قبول زنگ هایی که به ما انشاءالله که زنگ بزنن. خب بله کدامی که امکانی صحبت در یعنی که برنامه دارد مرحمت در برنامه صحبت کند و واقعا هم تمام بخش هایی که یعنی که برای ما میآیند یا زنگ میزنن از تمام بخش ها از تمام جاها یعنی که واقعی هست در تلگرام همون جایی که آب زدگی است یک بار ما برای مردم بگذاریم تا که مردم ببینن بله انشاءالله که این قضیه ها به همین شکل هست ولی تنها و تنها راه نجات ما و شما از بنبست چی است انا همین وضعیت هایی که فعلا یعنی که این ملت در آن قرار دارد راه یگانه ما و شما یعنی از این بنبست ها خلاص شدنش چی است یعنی باید ما کارهامون را به شکل خوب و برای آزادی و آبادیمون انشاءالله که انجام دهیم و هیچ وقت شما فکر نکنید که این وضعیت اگر به همین شکل که هست ادامه پیدا کند یعنی که چگونه کار میشه و تنها باید ما فهماندن یک مسئله عمل کردن دیگر مسئله قضیه را به خوبی یعنی که فهمیدن دیگر مسئله باور کنه به خدا قسم ما فکر میکنیم که یعنی که رحمانوف اویلش یا اینکه اینا را ما خودمون چی گپ میشود یگان کار میکنیم به خدا ای با یگان نفر این مردم نمیرسه ای ظالمای رحمانوف هر یک گفته گپا شیر بچه در درون نگه دارش داره رحمانوف همون ساعت ایکسه که تو باز گفتن برای چی به خاطر که دیگر مردم میفهمن که چی کنن مردم دیگر میدونن که با کدام شکل چی کارا را انجام بدن به همون خاطر دیگر فایده ندارد یعنی شکل هایی که رحمانوف بازید این ملت و مردم مبارزه به امان برده است و این مبارزه ها هیچ یگان نمود خیلی معنی نمیتونن داشتن معنی نداشتنش همی است که یعنی دیگر به ماهیت هستن به ماهیت یگان نمود خیلی ارزشی یعنی که در اون عملکردها دیگر وجود نداره پس وقتی به ارزش است پس بدون که یعنی این مردم چی کارتون میکنن پس از کم ترک وقت چی کارهای برای شما باید انجام بدین پس باید با دقت باشید خاصتا رستمی ها باید در قضیه ها دقت بتین تا یعنی که آینده چگونه برای اینها انتظار است آینده خیلی بد البته ما یعنی کسی نیستیم که برای اینو آینده بد انتظار است یا اینکه ما باید زیق شیم که
آیندهشون، چرا که بعد از ترینه ما زیق داییم که با ما نمیرسن اینو، ما داینه زیقیم، ما زیق نیستیم که یعنی اینو رو آینده بعد انتظار است، نه ما زیقیم که همو یعنی که نم دستان اوتسا، یعنی بچه های دیگه پیش های ما اینو رو برای وقت پرایکت رو کشدگیان. اما خاطر نورشدم برنامه‌ای که انشاءالله که برنامه 351 میبره، برنامه مخصوصی که برای یعنی که ظلم مردمی افتا سنتر ظلم مردمی همون کروپسکی هست، ظلم بسیار کرده سید نورشد. پس دی خط بده که به خدا قسم مردم دیگه آرامت نمیگذارن، این مردم ترا آرام نخواهند گذاشت. یعنی این جنایتایی که تا انجام داده سید با مردم از ظلم کردن و خانه‌شون گرفتن، این قضیه نیست که به یک کارت یعنی که یگان قدر بگیری یا اینکه رستم تر نجاتت بتیه تو میمونی و همین مردم. پس دیگر یعنی که قضیه عادی نیست. ما کم صداش نمیکشیم، صداش نکشتن در کره. خب اول من صدا میکشیم. بله خوب نگاه کنی کلوبایی این همیش هوا گذشتگی، یعنی که وضعیت ببینه که با کدام شکل است. یعنی اینه کلوبه که دوشنبه را که زیاد دیده، دوشنبه را زیاد دیده، ولی این کلوبه. خب انا که خیالم زیب دنیای دوشنبه، اینا دوبای دوشنبه نگاه کنی، دوبای بینه کیف کنی. یا تروبات سوز که مردم یعنی که بروانی که تاکسیش که آورده دست شنبه سر داده پلاشون گرفته سه مردم ای تاکسیات بزورن همونو. یعنی اینه یعنی که بازم نگاه که بارانی رالا کوچه های دوشنبه را پرو کرد. نگاه که میفته باشی یعنی که دوشنبه با پیش، یعنی تاجیکستان با پیش، زندگی گره نیای هم عجایبات. نگاه که گفتی گپا هم صدای دو کشتی سور میشه همینطوری میره و او ای طرف و طرف یا یورا چیشون بکنو خی نمیدونیم با کدام عقل، با کدام پیندار، با کدام یعنی که چیز اینو را بیاخی. اینو عقلی یعنی اداره دولت ندارن، اینو دولت نمیدونن چی هن. اینو فقط فکر کنن که همین باید که به هر شکلی که ما کارمون انجام بدیم تو بخریم، بشپیم، بزنیم، بگیریم. این همی خیلی دیگه یکون گپ خبر نیست. یعنی چی؟ نگهش کرد اینجا یکون دولت دور دسته دنیا نیست. اینجا دوشنبه های نم تاکسی روستمان حتی تاکسی خودش نمیتونن گشته در شهر. برای چی؟ برای اینکه یعنی که همی روستمه، همی اویله، همی کسافت های دیگه یکون کسی دیگه نیست. این همی این مردم این نورک های بفیرم. بله این نورک بود. این نگاه کنی همه جوشن شهر نورک، یعنی همه جای تاجیکستان با همین شکل. یعنی دوشنبه و کولاب و تمام منطقه ها یعنی هی برای چی دلالت میکنه؟ برای چی اخی؟ یعنی که از چی؟ برای چی مثلا همین وضعیت در تاشکند نیست؟ برای چی همین وضعیت در کابل نیست؟ برای چی همین وضعیت فقط در ماهای؟ ایره با کدام عقل میتونیم؟ یعنی یگان گپ خبر دیگه نیست. یعنی خب دیگه این مردم های این همی درون او غوتاور شده گفتی گپا و ماشینا رفته ایسن. چرا؟ چون که انا همی خیل حکومت داریم، انا همی خیل دولت داریم. این همی باغتاتنش همی هست. یعنی یک که میبینی که وضعیت به همی شکل میشه. خوب یعنی همیو زیر آب ماندن شهر دوشنبه. یعنی عجب دلارای شهر دوشنبه، خیالم زیب دنیای دوشنبه. این میره چی میگن؟ این میره همین یعنی که وضعیت و حالتی که در کشور فعلا ادامه داره. یعنی بنگلادش هم تاجیکستان خوبتره که دوشنبه. خب تمام دیگر یعنی که میتونه که برش زرو دلیل چون کنی. وضعیت همین است. وضعیت و حالت در کشور
انا همین است که دیده ایستاده. پس فهمیدید که یعنی که وای مایه که رستم میکنه ده چاپلوساش میکنه و دوشنبه بهترینه یا زنیای بهترین داره و دوباره فراموش میکنی و کیفه دیگه زوره یه دوشنبه دیگه تریه او با پا همش دیگه فایده داشته بود است یا نداشته است؟ اگه خیلی فایده نداشته است. پس بفهمید بدانید که کی طرف است با ما. پس بفهمید و بدانید که در کدام وضعیت در کدام حالت ما او تو قرار داره. دیگه یگان جوی شک و شبهه در این وجود نمونده است دیگه. تنها و تنها باید یعنی که قضیه را بفهمیم و بدانیم که ما او تو یعنی که در چی مصیبت ها گرفتاریم. این مصیبت هایی که ما او تو گرفتاریم تنها من خودت باید بدانیم. میره یگان کسی دیگه نمیتونش فهمیده و فهمیدن اونم یگان معنا نداره. سلام علیکم. بله سلام علیکم. صدای من است؟ داملو صدا دستم ما چیم کشتگی بود میکروفون کشتگی بود ان صدا هست نه؟ بله صدا است. آب آفت‌های طبیعی که این روز در سر کشور اومد از روز یکم تا روز چهارم چی کرده است برای ضرر دیدگی و همدردی میکنیم و اونایی که جگربنده و دوستانی که در دست دادن ما با هو هم شریکیم خداوند رحمت کنه و شوشته جنت کنه و خداوند آیده هاش سر عطا فرما. یک مصیبت خیلی آفت طبیعی یک مصیبت های برای پیش گرفتن آفت طبیعی باید دولت باید پیش از همه باید همو چیزای تیاره‌جویی داشته باشه برای ضد همین آفت های طبیعی. خیلی میدونن که یک درون دوشنبه را آوردن همیاره آفت های الهی بگو. طبیعت اگه کار نمیکنه آفت الهی. ولی آفت الهی بگو. ولی خداوند بر سریم و الحمدلله ما که خدمت گفتی گپا داملوی عزیز اولی قوتی هم خیلی آفت ها را نداریم و از خداوند طلب میکنیم که این باره که این قدر مسیطه هم داریم با این قدر مسیطه پروردگار سریمان نیاره که خدا قسم دیگه تا قدر بیچزوره یه حد سنگینه پروردگار هم ما سری ملت مردمی توجیه رحم که سری ملت مردمی مظلوم رحم که خداوند. بله و هر حساب چی گفتنی ما در چند برنامه گفتیم دنبال که دامسازی و اینا نمایشی ها و صحنه سازی ها که هستن یا هم ماشو بر ضرر ملت تمام میشه. بر ضرر ملت برای اینمی که اگر یک نفری چی باشد انجینیر باشد در ساحه ساختمانی برای یک نقشه یک خانه را بنا را ساختن و انجینیر را رسمش میکشه او آبی قبروش از کجا میآیند قبوری تازه قبروی افلاس قبروی توالتش ایو را میبرند چند مساحت آب در کار چند کوبی آب در اینجا در کار میشه ایو را هم ما که آوردن پدرش نالت 30 اتاج چیخ کردن یگان چیزش معلوم نیست دتای او چی میره چی نمیره اخیرش همین داملو چی میفوره تو که ام بهش روی زمین باشه همین هم قبورو دیگه قوتی همو چیره ندارن همو حجمی همو آب ندارن همو آب که رفت پر کشید خیلی میدونید که باجا مستر و اشکال و پشگال هم میکرتوان دیگه میره محکم شد اینیو میشود دیگه نمی افراز کردی همین شهری کلابان اساسی همو سیرش همین مستروی که همین مردم در قدی کانالا پرتوفتن هم مسترو اومدن جمع زدن سیل برآمده است خانه ها را گرفته است و هر حساب کنترل نیست گملو پلا میگیرن برای تازگی شهر و پل جدا میشه حسابی بودجه دولت اینا میدزدن در کسیه‌هاش میزنن دنبال تازگی نمیکنند در همه گناهکاران حکم درست 100% گناهکاران اینا باید همه قبول کنیم یک میری شهری همو نمیدونم رئیس شهری قربان تیپا و ولایت خطلات حالا شکایت داره که 3 روز خواب نکردم چی خوب میکنی زن تو زن مردم شما رو برای چی مردم انتخاب تو کردن شما رو برای همین روز انتخاب تو کردن پدر نالتو هر کدوم دلن کروزیرو شتگی گلاسکو زدگی فقط شکم بود دام کردگی میری میخری میره پدر نالتو در این روزای سخت باید برای مردم لباس کوری داشته باشه تای شین کاستوم رفتن داوجا ما در شین کاستومی تو فالون کردم که میره داوجا چخ میکنی تو لباس پوش موزه پوش کدمن بگی یک بیسلی به مینیسترو سروازیرای اسپانیا و فرانسه و انگلیسی رو نگاه که وقتی یا آفت خود الهی میشه یا طبیعی میشه دنبال
با همو بل کدمان چون میروند در کنار مردم میستن یا همه خیلی رفتن گلست خود زدگی چخ ما چی میکنم چی تو برای کار که در خطور مردم زحمت بکش انا ما بگه که رئیس خلقی مردمی انا جمعو دست میگیریم اگر مخالف هم باشیم دست میگیریم میفشیم میگم برادر رحمت به همون پدر مادر که تر نان داده است رحمت به همون مکتب که تر تربیه کرده است رحمت به همون معلم که تر درس داده است انا جمعو دست میگیریم دنبال میفشوریم دست بوسه میکنیم اختر رفته شیم کاسمون پوشیدگی و چریکو دم خیلی نشون میدی یک کوخی رئیسی نیست این شکل خیسته سال همدردی در حیات عمرش یا بار همدردی کرد برای مردم کنون اینا خدا را شکر که گفتیم 10 سال اینا همدردی را نیست شروع کرد الحمدلله و هر حساب یعنی کارو انشالله که همش بچه‌ها باور کنه گپی مورا همی گپ بزنه هر کلمه بخواد دعوا کنه به خدای گپون میرسن ایورا ما اگر هوشیار نکنیم ایورا ما اگر در کار نداریم این پدرنعلت‌ها یا مثل یک نموخه درنده خوب بردن یا اگر این فلان شغم ملت باشه روز تو بگه و الله بلا قسم یا مستن یا غیر از عیش اشرتی خودشو اگر پروای می بارون داشته باشد خانه هاش خوبن خودشون اونا برات صدا نیست الله یا خودشون اونا برات میکشی صدا را نیست صدای من بفیرم صدای من هست که مردم نویسید نمیدونم به هر حال صدا در من نمیشنم دنبال صدا اومده استفاده باشه امیر گفتنی هست که مردم بخیزه گپ زنی این همیشه روز وقتی گپ زنی سیل تو میبره سالدات رو میکشن انا یک نفر از دیگونه اومده در خوجان و یک بچه افغانستانی اومده است زنی تاجیک کشته است و 3 فرزندش این هم کو امنیت دولت تو میگه امنیت داریم و آزادی داریم و کو امنیت یا افغانستانی میاد در تاجیکستان زنی تاجیک در خوجان میکشه کنی امنیت کو امنیت در جای به کوین همی چوک است همی آدمی که میخزه گم میزنه زیدی همی حکومت رو بزنش آوره مهاجر نمیدونم تروریست اکستریمیسم رو پیش کنی تو اروپا را بگردی فقط به همی استاد کوکلی و باقی مونده مشکلی را بگی یا همش بود میشه هر سال دنبال گپی زیاد نمیزنم خیلی خداوند خوش کنه خداوند مردم ای آفت‌های الهی نگهدار باشد خداوند ملت ما را سرشاه کنه همین که میگیم دنبال در حق هم حقی مردم تاجیکستان دعا کنیم دنبال که خداوند از آفت‌های الهی خداوند نجات بشه که با محمد قانون میگفتم که ملتی خدمت این قضایف با خداوند ما قوت نداریم این بلاها را سلیمان نیار و برای آوردنش راستی بعد در سر امام علی و همون اطراف امام علی بیارم ما رو در خاک یکسان کسی ما او رو نبینیم این سری مردمی کم بغل نیار پروردگار همین را گفته اینیم دیگه یکان گفت بگه گفته نیستم دنبال سلامت باشه بارک الله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خب واقعا هم باید یک بعضی از قضیه ها را این ملت مردم خوب دقت کنند بفهمند که وضعیت و حالت به کدام شکل و به کدام صورت است چرا یعنی ما یک مثل داشتیم اگر یعنی که دمی بسیاری هم مردمی خیلی خطلانک ما دیگه جوش کار ندارم میفهمیم که خیلی همین مثال چند کاس هم جای سوگن ها آماده همین میقپن یا آدمی که مثلا نمی چیه کوی تری ما ای در آخر دوای خونه میگن که خدا سگت کنه خیر دوای خونه نکنه ما هم باید بگیره بر بگیره ترک بگیره و ترک بگیره یکی ای همه در با یعنی که همه بیچاره مصیبت زدگی در همون سری همون چرا چون که برای اینکه یک کسی دیگر را بخوای یگان گپ بگو او را باید گپ بگو تو او بشنوه یعنی که همین شکل ایرا همتون ای سرتون گذراندگی میفهمی انا که همین ای همه در قشر آسیب پذیر همین مخالفان یعنی که آخی آوا آسمان باران ببارد در زمین راه برآمد آوا درست نکنی یعنی که در اینجا گناه تا در کلیج که زده نمیتونی کلوب در همون تا نورک همون تا در دیگه منطقه به همون شکل یعنی که کجا بود استراشان و پنجکند بود گفتن همون شکل یعنی همین منطقه به شکل یعنی وضعیت به همین حالت ادامه دارد پس این دلالت بر چی میکنه دلالت به هم میکنه که یعنی وضعیت خیلی بده و دیگه هیچ راه خالی کردن نداره
و اینا همش وضعیت و حالتهای هستن که یعنی که ما باید بدونیم و باید بفهمیم و باید وضعیت و حالتمون به یک شکل بهتر و خوبتر یعنی که دقت بتیم تو اینکه قضیه یعنی که چی گونه هست قضیه ما و شما را کی به کدام شکل میتونه که هر گپ بگه ولی رحمان فایدهش نداره آخه این کاری که انجام داده است. خب بله واتساپ فرما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر با این مصیبتی که برای مردم ما آمده برای مردم کلاب خداوند صبر نصیبشون کنه آمین. گذشتگیشون رو مغفرت کنه. آمین. اللهم آمین. اگه برادر همه در این حالتی که روزی برای مردم اومد واقعا هم یک حالتی بدبختی بود. این رستم و آزاده و این ولی شیطان و این یتیم و این همش از پس کارهای خودشون از پس پیدا کردن یک نمیدونم مخالف هر چیزی باشد لیکن همه اکای ما در گرد نیست. همه اکای دولت سازی خندوش بزنن. نه این برادرم خیلی گفت راست گفته چنده که هم کسیم رو شما ببرواد همه بلایی که من هم میگیریم خیلی کارهای خوب میکرد. همین ما طرفداری همه اکای دولت سازی ما طرفداری تیمی نمیجا هستیم تو سرگاه خودمونی و پیش ای با همه امامالی یگان چی نمیشوه همین خودت بقب انشالله همین کلاب هم خود آواد میکنی قرآن هم آواد میکنی دوشنبه هم خود آواد میکنی ما طرفداری تیم میکرد و خاطر در همین درون و بیرون ما طرفداری تو زیادی میکرد. انا برادر محمد اقبال با خودت سختی بد نگیری که ای دولت علی سعید مقصد خیلی کم تر آدمی ویتر وای کنه بله اینا با رفت گفت کو از نام جناب عالی مقصد برای شما همدردی کردم. اگه میگویی که دولت علی سعید میگویی در جای رستمونا خوبتر میکنه خیلی گپا هست در همون درون بیرون خیلی گپا هست که کی در سخت میرسه نمیرسه این توکلش به خدا. میگویی که دولت علی سعید خوبتر ایه بهتره از رستم بهتره نه کریستال میزنه نه یگان پای فاحشه داره نه خودش یگان فعلی بد داره رنگی دیگر رو نرسم در این موزه در پشت گشت درون بدرین او همون شو در دست شهر زنتی که همون کار کردن که او میتونیست که از یک بیله کنمان بیره با پدنالت امامالی را نمیمونه. این مردمی کلوب همی دستی همی اکای دولتای سعید بقبه انشالله ای خیلی مرده که خوبه ای خیلی چشمش سیره خیلی چی میگم چشمش سیره میلش سیره میدش هم سیره رنگی امامالی نیست کشنه. میگوی دماوینی سروازیر بدنش پلیسوز دزیدگیه یا؟ خیلی کمتر دزیدگیه اینه که بای با انصاف دزیدگیه بیچاره همش خوردگی نیست خیلی این رنگی همون یا ماشینی بانکمت دایگو همی پول های بانک میبرن در اون بانک میسپره همی خیلی بدگیه که اگام سن گریفته که ایتری گریفتگی نیست عرب زاده معاونی نقلیات نمیشناسی دنغرگی کشیلاکی چینم داره کشیلاکی آزاده نه کونوش همش دزدن نه که همین اکم اکک دست دیری صاف داره گفتی جناب همین اکک دست دیری صاف داره همین مرد بچه میسکنه ما هم طرفدار همین سخنرهای کلوب طرفدار همین انوزی اینا ما شالای نرف این همین دهمو شوی هر کس گردن میکنه دو شوی بخیزه درم بدرین او در پوش موزه بگرده این خیلی کاری خوب کرد. از اونو دا بهتر است همین قگه. خب باز یک بار دیگه برای مصیبتی که بالای مردم آمد خداوند صبرشون بتید ولی از این پیش باز نمیدونم چی میشد ولی غیر از آفتی آب باز زمین جمعی ولی باشد چیزهای دیگر باشد. این میگن که در همون کلوب اومد یه رکلام کرد گشت برفت میگه در کلوب نیست میگه نگم یا اومد بو میگه تشکیلش کن زد خورد میگه و خیز گفت که بگیره کارا بود کنه میگه همتره گفت برفت ایو دیم کلوب اوزاده است خیلی 3 روز بوده کلوب دیم اوزادگی امروز 3 ماه ولی 3 روز نشده از در اوزادن کلوب بخیر به هر صورت دو تا خیلی ما قبول داریم همین یک ساعت هم اومده باشه قبول داریم شد
درست است که اگر کمتر آدم چیزتره اینه که انسان خوبه نسبتا ای رستم به طرفدار همه تمام گم نیست. اون گوام سلامت باشی. خیلی دولت علی سعید طرفدارم پیدا که برو کم کم بو کور کم بگی. این نمی راست میگم این دولت علی سعید یعنی که سوزه یگان بعضی کارورای تری سوز کرده است. قهرمان منفی اصلاح بود یا وقتا خیلی که همین تریه 7+70 کو بسم الله که بله 7+70 صدا هست بشنوی آواز ما 7+70 با فیلم برادر نمیشنوه. خب ای سر بدرو بگو برای کی نمیشنوه گپ ما. خوب بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 241 لایک و 17 نفر امروز به شبکه اصلاح پادپیساتیا کردن. در نظرسنجی که گذاشتگین در نظرسنجی اشتراک کنید. آیا در چنین بحران حکومت باید به مردم کمک کند یا مخالف بکوه؟ به مردم کمک کند نه مخالف بکوه. یعنی مخالف جستن یک حیله 18%ش یعنی به مردم کمک کنه مخالف نکوه. مخالف را کفتنت فایده نداره. تو باید مردم را کمک کنی. دولت علی سعید بزرگ کرزی را پوشو با پیش گفتی گپات تمام با قرغه نگردی برای همونجا بیست تو اینکه یعنی که مردمی کلو با وضعیت و قضیهش باید خوب ترک ببینی. میگه کامیرا را کشته طرف موزه را میپوشد تراکتور را سر داد ماشین دشیش رفت استاد. رکلام پاکازوخا کرده است. خیلی خیلی 7+70 سلام علیکم 7+70 7+70 گبزه برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی. آوازا میان برادر محمد اقبال؟ بله بله آوازات هست گبزه صدا هست گبزه. برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی. پروردگار برادر محمد اقبال آوازا میان برادر محمد اقبال؟ اوه بله گبزه صدات هست گبزه آوازا میان برادر محمد اقبال؟ سرمکی جنبون رحمانوف پتهوشنی اولش پروردگار شیطونا را کو شیطونا را هم اچا شوی هم اوا شوی تو رحمانوف ولادزینای اوقی پدر ایروز دستاری دولت اومده پرابلم توجیکا کو ایموش سرنده تو زوید که اگی تو رحمانوف اوقی پدری رحمانوف برادر محمد اقبال برای پلدارا میگم که پلدارای تاجیک میگم که اصلاح کمک نمینه کو والله قسم انا که اصلاح همین مردمی کمبغل میکنن. همین مردمی کمبغل اوقی پدر رحمانوف بله برادر محمد اقبال والله قسم در جا درمادم در تلفنم صورت خطا سخرانی کم موندم والله اوزاد گم میشون برادر. اوزاد گم شدن برابر با تلفن زنگ بزن که اوزاد گم شده ایسن. واتساپ زنگ بزن
واتساپ زنگ بزن برای که یعنی که با پروگرام پرابلم برادر گرامی کوشش کنه عکس من در هیچی در کار نیست. شما در حق من دعا کنه. دعاهای شما برای من مهم است که خداوند ما و شما را موفق کنه و اگر از راه حق منصرف باشیم خداوند هرگز موفق مون نکنه. همه وقت اون چیزی که به خاطر حق و به خاطر رضای الله من مبارزه میبریم اگر در راه من ثابت قدم و استوار باشیم پس موفق مون کنه الله سبحانه و تعالی تو اینکه بتونیم کاری را برای این ملت و برای این مردم و برای وطن عزیزمون انجام بدیم و انشاءالله همه با هم ما و شما میتونیم کاری انجام داده اگر به شرطی که با یکدیگر موفقیت خواهان باشیم انشاءالله کار به خاطر الله مخلصانه باشد. بله ابو 001 ابو بفرمو. صدای من پرابلم ای ابو بفرمو. صدا را بنویسی. نه صدا بنویسی که صدا بعضی ها نوشتن که صدا پرابلم ای. صدای او برادر 7+70 باشه. بله ابو میکروفون تا گیرون که گپ زد. با چی سوال دادی که ما سوالتون جواب ندادیم؟ ابو میکروفون تا گیرون که صحبت که صدای ما خوبه. بله صدای ما برادر ابو از خارجت میکنه تو اینکه میکروفون تا گیرون کنی گپ زنی. بله صدا خوب است بهترین. خوب خطاب دیگری من برای همین مردمی که همه چیزشون از دست دادن. چیتون از دست دادی؟ رحمانوف گرفت، خانه‌تون گرفت، پلاتون گرفت، بیزنساتون گرفت، همه چیزتون گرفت. همه همیو دوباره برگردونده میشوند. اگر با 5 نفر فروخته باشش تو دوباره برمیگردونی میگیری چیسته. و همون خاطر اونونه که چیز میخرن همین فهمیدی که اویله رحمانوف یگان مقامات یگان چیز یگان که زد گرفت با تو فروختش نخرش که حتما او برمیگرده با صاحب اصلیش داده میشوه. ایره هیچ وقت فراموش نکنی. همین دکازات استوا داشت که من حضرت، من دولت، من رئیس، من فلانی اینمی چیزی که وثیقه اینمی نتاریال نی چیزی منه همین من داشتم. سال 2016 برآمدم 17 گرفتنش 18 گرفتنش من برآمدم اینو با زوری اذیت کردن گرفتنش. خلاص او با چند نفر فروختگیش باشه یعنی که دوباره با صاحب اصلیش برمیگرده. با همون خاطر نخره همه چیزا را از مقامدار و اولیاء رحمانوف که دوباره با مردم برمیگردن. اینا هیچ وقت شما در فکر نمیه شو خو رفته سر خسته نمیدی شنبه تا اوای اونم آدمایی که میبینی اومده استن در یعنی که راه در پشتش سونکای چیه او نبودم یک او پیدا میشه. با همون خاطر ای یعنی که عذاب الله سبحانه و تعالی یک بغتتن میآید ولی ناهنگام ناآگاه میآید و شما حتما یعنی که در این قضیه جوابگو هستید. بله سلام علیکم بفرمو 7+70. بله برادر بله 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 بفرما. بله صدات هست بفرما. که یعنی که مشکل است واقعا. بله صدا هست گبزه. الو برادر محمدی بول صدا هست گبزه برادر گبزه نه صدا هست. من نمیدونم چی مشکل است. آواز هست آوازی خودت هست گبزه. بله 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 سلام علیکم. خوبه؟ الحمدلله خوبه. بله مویا خرلان زنگلیتیم на самом деле бардакай. Хуже бехнес бахал.
و چی گفتنیم همین کثیفی امامالی را که بخلو که ای چند هم خیلی مونین هم خیلی میره و بخلو حرکت کنم مردم بخلو که مقصد بخیزم بگیرم بخلو این خیلی که باید نمیشه خوشش ریسه بهنی برنامه اغلا اینمو دولت علی را میگن در پدرش نالا یگون مردم گوش کسی یگون تشنیده که امروز مردم هم کلوب هم شنبه را چی کده باشد چی کده باشد نه هم دردی کده باشد مقصد نکده همین را گوش کنین همون را کده پدن الا اون یا دیگرش یا موشی دیگه که یا ترگاو میزن در پیشی خیلی خیلی کلم جورنگی گرد ایو او ایزاد نمیگید نگون تمام برای اون میگون بخیده مردم با نوم الو این ما هم قرغنم و الله قسم ویم نگاه داریم رجده داریم مقصد بخیزن یک کسیفی جنوب دفت کنن اینجا فهمیدی اگر یک چندی بستیم هم خمیستیم چند خیلی بستیم همین خیلی دوام میتیم قرغان وضعیت بزیبایی ها و الله بلا خوشیه بهنی بانم و الله قسم برق چخیلی وضعیتش برق اکا هر کروی خدوره بولی من سوزه که بولی من نمیگم اکا 24 ساعت میکشن اکا بولی من سوزه باید سوید خیلی موده یکم شانس هم نیست چیز هم نیست بخلو مردم باید بخیزه یک کسیفی جانو باید اینجا دفت کنه کنه ای والله بخیزه مردم میگریزم والله قسم پروسا مردم کانتا ترد کدرگه با خدای نمیره ریش تلفن تا میکنن در بزرو نمیخه ایخه بگوی آی پشی بودم کشو بیوه گویو ایخلی وابشه نیستن اینه پل کور کنید اوچاسکاوی میخواه پل کور کنید ما چی گفتم میگم که همین وقتی که مردم یخیش میگم میبخشیم یخیش میگم نه یورا کو جام میکنی کو بعد یعنی میتین جام میکنی در بین خلق همش قفل میکنین میگوین از تغفر الله نمیقروها بعد میتین همش و الله هر یاد دختروی بلا اقتیا اودام شما جایا میگه که اوداموی دختروی 16 ساله 17 ساله 20 ساله پایون میگه نه میبرن کیف خیلی دختری یوگا میکنه و الله قسم درو بود ما چی گفتنیم بسیار اودام میگم همش پروتفیما میزنن میگن که تی خیلی تو خیلی ولی اودام فهمیده نمیشه و الله مردم بسیارشون اگر اجداد داره بسیار اودام اجداد داره فهمیده مردم با الله قسم بخیزین لوبوی خید یوردان کنین چکنین بخیزین اگر یاد اینمی گرمی این اومده سر و الله این امودم هاو آوره این یا هفتش آوره یا برونه یا برونیست اینمی گرمی این اومده سر نمیمریم گشنگیده بچه بخت و بخیزین بزنیم همین سال بگیریم که والله که خوشیمه شو بهنی فهمیده سینا بله 100%. مردم باید در فکر باشن در فکر وطن باشن هر چقدر که میگریزه و در فکر اروپا و امریکا رفتن و تجاوز کرده گشتن میگیرن تو خودت میگریزی میره که تو زن کودک تبروری آخ میفهمی که زن کودک تا حرام کرده گیان گریختن تو پول کار کردن تو برای اون را هیچ فایده نداره زحمت تو زندگی تو هم از برای زن و فرزند هیچ فایده نداره اما خاطر در فکر زن کودک باید باشی محمدی رو این نمیته چخیلی میگه میگه که دیگه اودام ندونه الله شویده تو در همه وضعیت هم غلیدم برو اومدم راست ما چی گفتنیم مردم های چندی بسته که خوشی میشن بهنی و الله دروغ بود راست ما ولده حولیم بیرندم شمولکای ولکه خوان برای گفتم و الله قسم مردم بخیزین چندی بشینیم گرمی اومایسته الله همی گرمی دا دوده سوره اینم یامو نیمو مردم بخد و قسم بخیزن زورو میشن همی زدن اونا شاید 2 ساعت میزن
والله قسم دست شمیدم والله پروسا مردم بخیزم والله بخیزم مردم اگر نگریدم روم سیو والله ما بسیار خطی میکردم والله قسم میگریدم والله قسم گلکوی حلال دارم خونی حلال دارم والله مردم بخیزم میگریدم پروسا کانتا بودم امی چی کانده کو بله همدین نمیقنیاد اگر نه هم یو خوینه هم بخدو شیش کیا نولا و الله هر یک اومده نویسن و میخشنه تو یادی جوراتم دکتر محمد اقبال و الله قسم همه قرغان دا نمید قرغان تبیده کخ مونده بله قرغان بولوده و الله ودمی سوزا میدورم مرده میرورم و الله قسم خیلی گوله کشتین مکتبوده و کل کشتن ما دختران نه پل میتم نه یگون چی میتم برای مکتب برای خوردن شو یگون سمو اینا کل کدیان دو گوله کسال شده تو باور میکنی خون میگیرن از چلیکو بله نمایی دو سه گوله کسال شده ما دختران نکرده نمیمونم خیلی خون بگیرن چی بگیرن والله میمبرم برای گوله کم میگم از سقرم میشکن میزم 10 تنزه یا میمبرم یا زنده نکدم نمیمونم پروسا ما گفتن که مردم بخیدن و چغری که چندی بسن هم خوجی میشه پدر و مدر رو بکنم نمیقه گفتن والله قسم مایم خونی همی پدنالتم خونش ممکن ما وای الله شویده ممکن پروسا مردم بخیدن والله بخیدن بله نمیقه گفتن سلامت باشی برادر درسته و کانتون بخدو خدا خواه مردم ممکن همه مرغ چلخش دیگه اولیه درسته خدا هدایت کنه مال. سلامت باشه برادر. خب اینا بچه ها از داخل تاجیکستان یگان جای دیگه نیست، یعنی از قرغون تپه دولت علی سعید گفته اینا برو مادن بچه ها ای دولت علی سعید ای مرکز دولت علی سعید برو مادن گپ زده استن نظراش نگفته استن وضعیت را گفته استن، یعنی همین است دیگه وضعیت. پس باید دیگه در قضیه یگان یعنی که چیز در کنید. یک گپای نوشته که گویا که رحمانوف یاردم کرده با ایران ها چی کار کرده این چیزا گفته گپا با چیزی که نمیفهمیم تهمت کنیم، این چیزی ما نمیفهمیم هیچ وقت خداوند تهمتگر نمیبخشه. ما هیچ چیزی که یعنی که دست تصدیق نداشته باشم ما یگان وقت خبری یعنی که بدون یعنی فکت دلیل ما نمیتونیم گپ زده برادر. اما یگان چیزی غلط تهمت باشه گپ نمیزنیم. وقتی من درباره آلمان گپ میزنم، وقتی من درباره یعنی که مقامات داخلی گپ میزنم، همه اینو با فکت دلیل میپرسیم، بعد از اون یعنی که تحقیق میکنیم بعد گپ میزنیم. حالا مثلا ما فعلا درباره چند نفر یعنی که بعضی از برنامه‌های آماده داریم، مثلا در مورد علی معطوف، در مورد مثلا غرمه. خب ممکن است که بعد از برنامه یعنی که روزی مطبوعات آزاد درباره مثلا غرم نشر میشه و یا اینکه درباره مثلا گفتی گپا چی نام دارد در مورد کاروان نشر میشود، در مورد مثلا چندین مسئله های هست که آماده کردگیم به خاطر صحبت کردن، به خاطر برنامه کردن، ولی اینو همش تحقیق شده هستن، نه اینکه یعنی از پیش خودمون مجتی را بگیم. پس به هم خاطر چیزی که نمیدونیم اون حق تهمت داریم و این نه وظیفه ما که ما یعنی که تهمت کنیم در یگان چیز. ما هم خاطر چیزی را نمیدونیم گپ نمیزنیم. بله وطن 665 بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید استاد. سلامت باشید. خدا در همین روزای وزبین مردمی که تمام مردم تاجیکستان با عذاب با یک فوجای بزرگ اومدگی چه خیلی که خودت گفتی که همه عیال و شتا میروش پروردگار همین روزا در سر نمی طرفدارای رحمانوف بزنه.
نه که من دیدم بعد چشمی سرم امین دیدم بعد چشمی سرم که یکی از چوپلوسا خونش آب زد خدا باشگر دیدم و من اینم راحت کردم ده اصلا در این روزا باید ایتای خرسان نشه و زن و کودکاشون در عذاب میمونن نه که همین پدنالت ها بفهمن که همین روزا انشالله به سر شما برسه به هر بونه چه که خودت گفتی کو اونجایی که چوپلوسی وزنین بود خونش ازد او یا که چوپلوسای تری دونجوار زده یا لبی خونه دونجوار زده ماشالله سعی جدیدم زده ماشالله خدا جزیرشون کنه پدنالت ها یا که چوپلوسی هستن که همین لسیدن زورایده برای یورای حیفیت دونجوان همون تاقیش کجلا بمونه گب میزنه امورا میگوی اونم یا پیتوخای کو یا کنچینی بوده او باید ساوزی بدست بوده او بعد همش ساوزی بدست طرفدار همون همش مخانه او کمیکن او رامو چوپلوس نمیگیم چوپلوس اینه ای گفتی گپو چینام دارد اسفند یوره چوپلوس اینه ای مردی خدا چوپلوس یعنی که عبدالله رحمان چوپلوس استاد مسئله موضوع دا بگذاریم ما بیسوی جا قید کردی تیار کردگیم یکم مسئله زمین چی با او زد دشنبه را تست او میزنه چی با پاریژ او نمیزنه در پاریژ زندگی کسیم چی با مسکو را او نمیزنه در اینجا برفی که زد این همی سال زد با برفی که در همی روسیه 100 سال قریب نزده بوده نه که اوش نزد ما ندیدیم همی اوزانی را اگر این شهرها را او بزنه استاد این شهرها عصرها های ساختگی کانالیزاسیونشون فرسوده های ما را قبول داریم اگر بزنه او پاریژ و من برای نسبت همی تماشا کردگیم ده چرا همین شهرها یک یکم او خیزی می شود برای کانالیزاسیون یا فرسودهش دیگه عصرها ساختگی های درست ساختمان دوشنبه های کار سر شدگی های ایروزه که اویله بچهش ساختمان را سر کرد زمین فروشی را سر کرد ایروزه که اولاد همه را ساختن که سر کرد زمین فروشی را ساختن یعنی که زمین فروشی را نلیوی پرا سر کرد اوزه اوزانی سر شید ما اینا تحقیق کم برومدم ده با همون چنین فهمیدگی خودم چه از دوری دوشنبه را 100 سال شده 100 سال شدگیه اوشه هم او خیزی سر شده ما رو تونسیو با همی کار بارتون با همی دولت سازیتون و شهر سازیتون بر پدرتون علت ریدن موندن یا شهر ساخته نتونستین آفرین با دیگه شهر نویه ها هم مرا ایالا گجایی که یافتن فروختن فکری کانالیزاسیون نکردن برای که ایو فکری شهر سازی و ایتاری منتالیته ندارن یا هم ایالا میفروشن میرون اما را جزیر کردن انمی بفهمین مردم کیه ایجا گناگور ایجا ملت تفن که نمیتونین ما هم را میدونیم چی گپه خب مسئله دیم استاد کمک با اصلاح کرده 13 سال 6 ده برای چی چرتنگا ایرا هیچ که اهمیت نداد که سال 2023 های همونجا گفتگی های هیچ که اهمیت نداد اما اگم 100 سال پرفتگی نمو چرا من نمی قپا ما چند ساله با اصلاح کمک میکنم چی با من گپورا ما هر روز میگیم گپورا اصلاح یگان آدمی که با اصلاح همکاری کرد هیچ وقت یگان پرابلمش دیگه نیست آدمی که با اصلاح معلومات داده است یگان پرابلمش نیست من گفتم یا برادر در امنیت کار میکرد 1000 بار گفتم برای کارمندای امنیت کارمندای وزارت داخله پرول خودشون ندارن گپ خودشون ندارن همه همینم همورم تلفن شاید دستش گرفتن و پرول شا یعنی که نوشتن و بعد از اون صحبت شدگی قپیدنش یعنی که همونم همه چیز زده و یعنی که از دستش گرفته بازم هیچ چیز نگفتن بازم ولی کار کیس است یعنی او آدمی نبود که ما در مثال میدونم دوملو ایرا من خما مثال آوردم که شما در روسیه من کارتای اسلام زبربانک همو باجو هم نمیکنیم هم خیلی است دوملو زبربانک چی کارتای بود دیگه کارتو داریم چند سری سال همو یک کارت های ایرا ما میدونیم خدا خودش هم دوملو
این یگون پرابلم نیست. اینجا مثال من خم آوردم ده اینجا چندین کسا ایوخی اونا میگیم اخی هستن ماشاءالله خدا برکت چون بتن و برای وطن ملت چون کردیسن. بله نک اینجا ایرا دوملو خودت وقتی که اعلان کردی همونجا گفتیم برو اومدیم اعلان کردیم که کمک کنین، بعد یا دیگه شکرشون سوخته که گرفت همون سحر که بود دیدیمش در چیز در رادیو آزادی دیدیم اونم که اعلان کردیم سحرش در رادیو آزادی دیدیم. روز چهارشنبه بود روز پنجشنبه در رادیو آزادی برومد. این همی ایوخی این همی ما میدونیم چی گپه هیلویشمون نمیگذره پرسکچید نمیکنه پلیوت تای مودا میکنی او میزند اینه تحمد میکنی تای او میمونی اینه پرابلم میکنی تو با مخالف قبیدن برای تو مخالف ملت ضرر نداده است، مخالف مردم ضرر نداده است، مخالف میخواهد تو ضرر نتی مردم تو میقپی که همه آدمایی که میخواهند که منی ضرر رسان از قدرت دور کنن رحمان و فا همو باید که یگان کار نکنن. آدم با عقل بگه که همیلیش نمان بگنم یک کاری که ببینم که همین کار خوبه بگنش نکنم میگم آه آنمی کار خوب بوده است گفته‌اند که نکه باید ما فکر کنیم که به کدوم شکل انجامش بدیم. اینه که آدمی که تلخکفای یعنی آدمی که یعنی حکومت دوملو پیش گفته دوملو حکومت یک گپ یافته یک گپ قپی دایده همین چوپلوسو اصلا افت طبیعی عیب مخالفو افت طبیعی عیب مخالفو روی تونسیو پد مخالفو چیکار دیان روی تونسیو افت طبیعی اخی یادوف باشه دو دوف باشه سالدار یادوف بومبرا دو دوف بومبرا. همین رادیو آزادی همین روزه که سحر میخیزم کو همین ترسیده رادیو آزادی رو میبینم میگم از انیق همینجا چی گپی هسته نه و ما شلو کارشون بود که ایسان هم خیلی باید کار کنن رادیو آزادی ما هم وقتا در سو خوب تنقیدشون که دیما باید هم خیلی کار کنن. میگه سر مرد سالداد یک کسا تجاوز کردن این چیزایی که رسونایی میشوه چیزایی که نمیشوه دوملو چندین بار میگیم دهشت وحشت باور کرد. همی بفهمین ملت این همی خیلی درون در وقتی که جنگل بسوزه ترقاق میسوزه رشوه حرامخوری سرکشی یعنی میبینین سرکشی میکنین عاقبت نمیای ما نمیخواهیم ما یک خط از کرایه عاقبتش نمیای باید همکاری کنین شما فرزندی ملتین ما را بعد میبینین چرا با پیمان نیستین هم دینا برنامه شوکت محمد قطی سلطان سلیمان سلطان زاده تماشا کردم یکون گاهی بعد نمیگن چه خشو گفتن مثال ای کمک خودش همو اکای شوکت محمد چند سری سال با پول مال خودش بیچاره اما چیزی داشت مثل همی اصلاح خودت که اما چی تر از خود کردی دوملو اما بیچاره از خود که بر رفته خیلی کمیتونه اخیه آدم با همیسی نیسال برادرو شما بفهمین چرا درست نترسین او بکشد جان اما الله این افت اومد افت الهی اومد کلوبیو را شوش بود مرد این هم خیمه امبری امیدوارم که دوملو مردم بفهمه مثال اگر پایده چی نکنیم با دیگرو بتیم برنامه را مردم بفهمین که انشاءالله این رژیم چپا میشوه هیچ وقت نترسین ای اولاد کثیف مخوف این قید دخترها را تجاوز کرد این قید ملت کشت این قید زندانا پرشیدگی با شما میترسین هم خیلی افتا یک روز نه روز میگیره میبرتون. خدا کنه ملت بفهمه. زنده و سلامت باشی استاد باقی سربلند. خب واقعا بیننده عزیز گرامی این کارایی که رحمانوف میکنه یا یک کس قبل 10 سال 13 سال ترمکیم این مردم به گناه قبیده برده ایستانتون به یگان چیز نه با اصلاح نه با مخالفه همین تهمت کرده زندانتون کرده ایستان اگه او سیشه او کارایی که ما کرده ایستیم و کارامون انجام داده ایستیم ما میدونیم الحمدلله دین بهترین خبرها و صحبت انجام شد. یعنی که از همین سحر که صحبت داشتم تا گفت گپا نمیشه چندین برادرای بهترین از داخل مقامات از تمام نهادهایی که یعنی که ما بسیاری وقت فکر میکردیم که نه به اون شکل نیست از بعضی معلوماتای یعنی که هر خیله میرسید و خدا قسم بسیار دین راحت کردم بسیار
یعنی که همین برادرها که صحبت میکنن چند مقام دور صحبت کرد، یعنی این ای زوال رژیم دلالت کرده است. مردم دیگه فهمیده هستن که این رژیم به هیچ کس رحم نمیکرده است، فقط تنها خودم میگه همین تو خوجندی بودی که تو غرمی پدنه را بکش، تو پومیری گانسی، تو فلانی بکشی کلوبیا بکشش، یعنی فقط ایا اویله باشه برای رحمان و دیگه یگان خیلی قومی و منطقه‌ای نیست، تنها و تنها یعنی که خودش مردم دنگره چقدر زیدشن، بچه‌ها دنگره میبرن چقدر صحبت میکنن، گپ میزنن، فلان وضعیت، فلان حالت، فلان کار. یا نمود گفتی گپات کارو و گپای رفته است که الله شاهد خودش، یعنی که چی وضعیت چی حالت رفته است در داخل. فقط با ترسی که شما داره، با این ترس قطعی امکان ندارد که یعنی که ما وضعیت و حالتمون رو بهتر و خوبتر کنیم. پس یعنی که ترس کنار بگذاره، مردک شدن در کاره. هر چی قدره که تو میترسی فکر نکه که ترسیدن تو یعنی که سبب میشوه که تو مثلا گفته گپا زنده مونی. نه ایتری گپ نیست، ایتری گپ نیست. وضعیت و حالتی من خودمون تغییر میتیم، هیچ کس وضعیت ما اوترا تغییر نمیتیه. تعمیر که رفته در اروپا اومده، در هر منطقه رفته، در فکری وطنت باش، فکری مردمت باش، در فکری یعنی که کار باید انجام بودی تو باید انجام بودی. یعنی هیچ وقت تو فکر نکن که کاری که انجام داده سیم و یعنی که نتیجه نداره. نتیجه‌اش ان شاء الله میبینیم به روزهای نزدیک، نتیجه‌اش حتما میبینیم. یعنی این قضیه نیست که وطن من باشه تنها، وطن همه ما و شما هست، وطن همه ما و شما هست. پس ما باید کارمون انجام بدیم. در انجام فعالیت، در انجام عمل کردن باید هرگز کوتاهی نداشته باشیم. باید ما یعنی به این شکل قطعی شیشتن آرام اکو خیلی بسته کش کمه که ننگه قوم حضرتی یعنی که موسی اذهب انت و ربک فقاتل و نحن ها هنا قاعدون، برای جنگ قطعی خودت اونجا میشتیم جدت میکنیم. اگر که پیروز شدیم میریم، او که پیروز شدن و مردم میدونن که خدمت کس که خدمت نکس که رنگ همون انسان میره زندگی میکنه، هیچ کس یگون گپ نیست. ولی خشا به حال اون مرد و اون زنی که در حالت مشکلات ایستادگی میکنه. رحمانوف میره و رحمانوف آدمی نیست که شخص در دنیا قطعی باشه به عزت باشه، در قبر به عزت باشه، در آخرت به عزت باشه. همونایی که در اطراف رحمانوف ایستادگی برای پلوتون میترسه، بدونه که پلوتون حسرت میشه و برای شما را. و چقدر آدم دیدیم که به همین شکل هستن، به همین شکل از بین رفتن، به همین شکل خونه‌هاشون خراب شده، یعنی که خونه سوخته شدن. یعنی اینو هم چیزای عادی نیستن. آدمی که میتونه یعنی که همراهی کرده با اصلاح لازم نیست که تابو کنه ده همه جا گپ زنم ما فلان میکنم. تنها همون با تنهایی خودت که هیچ کس را نفهمه هرون مشکل برای تو وجود نداره. تنها مردک شدن در کاره تا اینکه در وقتایی که مصیبتی عمومی هست در این وقتا باید باشه. ما که به همین شکل که هستیم کارمون انجام میریم، ولی این مردمی کمبغل، این مردمی که وضعیت هم میفهمن و میبینن، چخیلی که دیروز یک کتاب شیخ علامه آجوری را الله رحمتش کنه در مورد غربا خواندم، یعنی یک کتابی 100 چند صفحه بود دیگه. همین واقعا هم خیلی یعنی که برام یک چیزی جالب و عجیب بود که یعنی که هر چیزی که مربوط به غربا است یعنی شرحش کرده است و وضعیت یعنی که به شکل آورده است که فکر میکنه که همون فعلا مویم. یعنی هر چی قدره که اهلی یعنی غریب دیدم همونها موفق هستند در نزد الله. یعنی که دعوت میکنن، دعوت کننده را برای چی قبول نمیکنن؟ به خاطر که تو یعنی که میگه تو اگر آدم خوب باشی برای چی گپی تو را برادرت نمیگیره؟ برای چی گپ؟ برای اینکه تو مخالفی دنیا شو گپ میزنی. او طرفدار دنیا های، او نمیخواد دنیا شاید دست بتیه. به همون خاطر قطعی تو نمیشوه. تو با مخالفی طبیعتش گپ میزنه. طبیعت او یا طبیعت هر انسان طبیعت خودش داره. پس هیچ وقت خسته نباش که گپی تو را آدمی اهل حق میگیره و او اهل حق همو اهلی است که رنگ تو اونم از بحر همه چیز گذشته است که یعنی که گپی تو را میگیره و اونه که اهل پل، اهل دنیا، اهل فجور، اهل فسق، اهل فساد، اهل این است. اونو معلوم است که یعنی که هدف و مراد و مقصودشون نمیان با تو باشن. پس تو اونا را نگاه نکن که با تو کی هست، یعنی با تو گپی که سخنی که میگوی
حق بدنت معلوم است. و چقدر علمای حقگو را همچون مثال آورده است که فلانی را ببین در کدام حالت از دنیا گذشت و چقدر علم داشت و چقدر شخصیت بود. یعنی حتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ببینید که یعنی که چقدر صحبت میکرد، دعوت میکرد، ولی کم مردم ایمان آوردند تا اینکه به قدرت رسید، به قوت قطعی دعوت انجام داد تا جایی که میتونست از مدینه به مکه و بعد از اون اصحابش یعنی کارهای انجام دادن. یعنی که شخصی که در آزار و اذیت پدرش، مادرش، برادرش، همسرش یعنی که صبر میکنه، طاقت میکنه، برای او جنته. یعنی که اینو صبر کردن پدر است که ظلم میکنه برای بچه، یعنی که نکی کاره که من در پرابلم میشه، تو صبر کنی. باید مادرش اشته نمیخواه، همسرت یعنی که تهدید به یک کارت میکنه. پس این اهلی یعنی که در ردیف غربا داخل شدن این یک شرف است، این یک چیزی است که یعنی باید هر یک قدیم ما بفهمیم. بار یکم بله، بار یکم میکروفون گرانه، صحبت کن. بله السلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. بله بله بفرما برو گبزه. استاد ما چسبیده هستم ایسار میدارم. افیرم همین طرح صحبت ده ایسر هم بدروی همین خیلی برنامه همین خیلی صحبت که من گپ نمیزنم، خود صحبت که گپات هم میتونی گفته. نمیدونم بخفیرم خودت اول گوش میکنی گپی من میره و بعد گپ میزنی. خودت صحبت که من گپ نمیزنم، گپ زه. خب بله، یعنی میتونی توسط واتساپ هم صحبت کنی اگر برنامه برات مشکل باشه صحبت کردن. خب بله این همین است، یعنی که در این وضعیت و این حالت غریب بدن ما، پس این یعنی که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همسان بودن در شکل زندگی، با اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، با علمای گذشته این امت، با سلف این امت، با علمای یعنی بهترینی که گذشتن در قرون ثلاثه مفضله و پس از اون، اینها همش دلالت کننده بر چی هستند؟ اینها همش دلالت کننده بر همون وضعیت هستند که ما در همون حالت فعلا قرار داریم. الحمدلله این یکی از یعنی برتریت های هست که الله سبحانه و تعالی برای ما این مسئله و این قضیه را یعنی که داده است. پس ما هیچ وقت در قضیه و کارهایی که انجام میگیرد ما ان شاء الله که یعنی خسته نیستیم. ما هیچ وقت در این قضیه ها یعنی که خودمون نمیگیم که ما برای چی به این شکل است. الحمدلله خداوند ما را یعنی که به همین وضعیت و به همین حالت یعنی که آورده است، رسانده است. این یکی از برتریت های ما در قضایای عمومی دیگری که وجود دارد هست. الحمدلله. پس ما باید کارمون به شکلی که باید شاید هست انجام بدیم و انجام عمل همون در این که ما مشکلات رو بارون میشیم، در این که یعنی که وضعیت به فلان شکل است، نه هیچ یعنی تندباد، هیچ وضعیتی بد خرابی باید ما را از حالت یعنی که بیرون نکند. بیرون کردن ما از وضعیت و حالت این دلالت بر تسلیم شدن ما هست که ما هیچ وقت نباید که چی در مقابل یعنی که مشکلات باید که تسلیم شیم. تسلیم شدن ما دلالت بر یعنی که مستحکم نبودن در یعنی که اون چیزی که میخواهیم یعنی که باشیم. چنونه که در همین یعنی که مثلا همین کتاب آورده است، یعنی که امام آجوری میگه که مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، امر کنید به معروف و نهی از منکر کنید، حتی اذا رأیت شحا مطاعا و هوا متبعا و الدنیا مؤثرا و اعجاب كل ذی رأی برأیه و رأیت امرا لا بد لك به. یعنی در قضیه های عمومی امر به معروف و نهی از منکر کنید، حتی یک چیز را دیدید که یعنی که در حالتی که میخواه یعنی که اطاعت کند به تو در حالتی یعنی که سختی قرار دارد، یعنی که در حالتی که گپش میزنید براش مشکل سازنده هستند، ولیکن دنیا یعنی که تأثیر کننده هست. دنیا زرق و برق دنیا زین للناس حب الشهوات من
النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. همه انسان یعنی که میخواهد یک چیز داشته باشد، یعنی که هر یک چیزی که قرار میگیرد یعنی که صحبت کردن باید بر رأی همون، به خاطر اینکه اون خوشش بیاد. ولی وقتی تو گفتی دروغ نگو، دزدی نکن، غیبت نکن، یعنی این کارا تو را از اون چیزی که هوا و هوس خودش میخواد، جنگ ندوز، فتنه نکن، یعنی اینو همش چه اصلا تو مخالف اون گپ زدی. رحمان و دزدی نکن، رمضان رحم داده ظلم نکن، یتیم و تهمت نکن، مردم از زندان نکن. یعنی که پس تو باید با خصوصیت نفس خودت عمل بکنی. خصوصیت نفس خودت که امر به معروف و نهی از منکر و در راه حق قدم ماندن است. پس اهل غربا باید که به همین شکل وضعیت و حالت نه، یعنی که ببیند و فکر کند. و یاکم و عوامهم، یعنی که عامی مردم بسیار مشکل فهم هستند. پس یعنی که تو با مردم عامی به شکل رفتار کن که یعنی که نمیتونن فهمیده. ای بوبی ما فلانی گفته بود تی طریق گفته است، ای فلانی طریق گفته بود طریق گفته است. چی میگه؟ فإن فیهم ایام الصبر. پس یعنی که در این مسئله آدمای عوام به سواد که اومدی، پس صبر کنی. در صبر کردن در مقابل مردمی عوامی که نمیفهمند، به سوادن اونها، پس صبر کردن برای تو مهم است که قبض علی جمر. ولیکن صبر کردن در کار آدمای بی سواد و ماننده که قپیدن خوغ آتش در دستت میقپی، به همون خاطر انا همون شکل که خیلی همین لخچه آتش ادرونی کمر هم سوخته است همت با دستت بقپش بگیریش، یعنی که ولی میگه امر بقپ باید صبر کن. یعنی مردم هر چیزی که میگند باید صبر کنی. یعنی همین است، یعنی که تا اصحابی اگر خواسته باشه که در اهل غربا داخل شه، یعنی واقعا هم بعد دیگه گفتم یکی از مجلدهای مهمی یعنی که شیخ الاسلام ابن تیمیه در قضیه همین غربا بهترین یعنی که وصال و خصلت ها را برای اهل علم و برای دعوت و برای یعنی که انتشار حق واقعا بیان داشتگیه. در این مسئله باید مرتبه یعنی که غربا رسیدن ما و شما این مسئله بازی نیست. وقتی ما جنت میخواهیم پس تو باید بدونی که ابن عمر خیلی که یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سن حضرت عمر میگه که ابن عمر، ای ابن عمر، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. در این دنیا تو باش به مانند غریب یا اینکه به مانند یه رهگذر. و عد نفسک من اهل القبور، یعنی آماده کن نفست به یعنی که اصحاب اهل قبور. یعنی واقعا هم پیوستی و حکمت های بلیغی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی که برای ما بیان میکند، این دلالت کننده بر آن است که در انجام امور مو باید ما یعنی که صبر کننده باشیم با مصیبت هایی که برای ما میآید. یعنی این در دعوت من ما میزنن، من میکشن، من تهمت من میکنن، هزارها تهمت بالامون یعنی که میارن، ولی باید ما بدونیم صبر کنیم. حتی پیامبران الهی را تهمت کردن، مجنون گفتن پیامبر ما را. اگر پیامبرای گذشته هم که قبل از رسول اکرم بگیریم دیوانش گفتن، ساحرش گفتن، کذابش گفتن. یعنی منظور تمام تهمت ها بر رسول اکرم، یعنی که مثلا الله سبحانه و تعالی از زبان کافرها میگه که آیا تو خداهای ما که چند تا هستن تو یک تاش کرده؟ اجعل الهتنا اله واحدا، و تو خداهای ما چند تا تو یک تاش کرده؟ است این دعوت تو دعوت غیری یعنی که قابل قبول است. پس ما در حالت همین یعنی که حالت غربا قرار داریم و این یعنی که حالت قبول است برای ما و شما که باید ما بفهمیم که رسول اکرم میگه خوشا به حال بنده که مقبلت قدمه فی سبیل الله، قدمش در راه خدا غبارآلود میکند، شاعث الراس، رأسی پریشان. وقتی آدم در درون یک صحرا در درون یک ره میروه، موی سرش پریشان از باد و از هوا و از بارانی که میزند. این کانت ساقط کان فیهم و این کان الحرث من کان فیهم، این الشفع لم یشفع و این استأذن لم یؤذن له توبى له ثم توبى له. یعنی اصحاب غربا وضعیت و حالات خیلی وزمین دارن. هر چیزی که میگه مردم با خوبی نمیتوننش پذیرفتن، چون که مخالفی طبیعت او گپ میزنه. یعنی که شخصی که دعوت به حق میکنه، دزدی نکن، غارت نکن، ظلم نکن، این کار نکن، یعنی همه کارهای میگه که او ظالم نمیفوره ای گپای ایت میزنیش. پس اون دبته با مقابلیت یعنی که خشین به تو برخورد میکنه. پس تو وقتی که دعوت میکنی، امر به معروف و نهی از منکر میکنی، پس تو خواسته که قدم تا در راه خدا غبارآلود کرده و سر تا پر از یعنی که موهای سر ژولیده شده است، پس تو فکر میکنی که اولیم
یعنی که با تو مردم برخورد خوب کنن. نه، هرگز این برخورد خوب تو هیچ وقت از مردم انتظار نباش. پس ما میدونیم که یعنی که به همین حالت ما و شما گرفتاریم. پس هیچ وقت ما و شما یعنی که در این قضیه باید خسته نباشیم. الحمدلله ما گپ مون گفته ایسیم، ما دعوت مون کرده ایسیم، ولی به هر اتهاماتی که میکنن ما میدونیم که ما را به هر اتهام میکنن، ولی این اتهامات ساخته ما را از راه حق نباید منصرف کنه. بازم رسول اکرم میگه الا اخبرکم عن الملوک اهل الجنه، آیا من شما را از ملک و پادشاه های اهل جنت خبرتون کنم؟ گفتن بله رسول خدا. گفتن کل ضعیف اخبره ذی تمرین لا یؤتیه له لو اقسم علی الله لابره. یعنی که ملک یا پادشاهان اهل جنت خبرتون کنم کی است؟ هر یک ضعیفی که یعنی که وقتی که ضعیفای ناتوانی که در این دنیا هستند، ولی اونها را مردم واقعا هم ضعیف و ناتوان و همینشون میشمارن، ولی والله اگر دعا کنه و الله هر چیزی که بخواه همون یعنی که مستجاب میشود دعاش. یعنی که بعد قصه های مثلا در قبول همون وضعیت ها و حالت ها مثلا آوردگیان، یعنی که امام اجوری آورده است و بیان کرده است که چگونه مثلا در وضعیت و حالتی که یک شیخ بود که اتهامش میکنن به یک مسئله، مثلا میگنش فلان است و باز اتهامش میکنن فلان است، میگه در پیش چی ایستادگی است؟ وقتی که میگه قصد چیش کردن که تو را اتهام به همون کردنش، میگه دیگر راه نیافت، میگه دستش برداشت و دعا کرد. میگه وقتی که نگاه کرده میگه یک حالت رخ داد، میگه که همه آدمای در همون جا بدگی به یک حالت تعجب براشون یعنی که چی کردن، چی برای اتهامش میکنن که تحقیرمون میکنن، تهمتمون میکنن، دزدمون میگن، همه گپمون میگن، ولی الله میدونه که ما به کدام حالت به کدام وضعیتیم. ولی همون یعنی که ملوک اهل جنت انا همون یعنی که غریبایی که در زمین هستند با الله شان صادق هستند، در راهی که میروند اون راه پر از مصیبت، پر از خطر است، ولی اونها در این راهشون از هیچ لومه و لعیمه نمیترسند. پادشاهان روز قیامت، پادشاهان جنت انا همینا هستند. پادشاه جنت رحمانوف نیست، پادشاه جنت این ظالمای امروزه نیستند. پادشاه جنت انا همونهایی هست که در دنیا با یعنی که راه حق روان هستند و همه گپی بد برای اونها میگن، ولی یعنی که اونها از این راهشون دست بردار نیستن. انا همونا هستند پادشاهانی یعنی که جنت. آخرین وقتی که انسان در وضعیت و حالتهای گوناگونی که ما روبرو میشویم و گرفتار میشویم، یعنی میبینیم که چی وضعیت و چه حالتهای بر سر ما هر روز هم میآید. اما ما باید از این لومه و لعیم هرگز و هرگز یعنی که خسته نباشیم. بله بار یکم نمیدونم میدروی صحبت نمیکنی برادر، بفرما. خوب برادر، من گفتم که وقتی که صحبت کردن نمیتونی با واتساپ زنگ بزن و از صحبت هم میمونیم. میخوایم که با بعضی از حالتهای گرفتاری تهمت‌های هستیم با همین ها با مردم صحبت کنیم تا اینکه مردم یعنی که وضعیت رو بفهمن. وقتی که در همین قضیه یعنی که ملوک اهل جنت صحبت میکنه، پادشاهای اهل جنت، بعد مثالی یعنی که در میاره در مسئله یعنی که محمد حسن برجلانی میگه از یعنی که حسین ابن احمد شامی میگه شنیدم از زانون مصری که میگه ما شیشتیم در بحر و میخواستیم که به سوی مکه بریم و همراه ما یک سواره بود، در همونجا داخل شد. پس میگه در همون داخلی همون کشتی تهمت صورتش گرفت که یعنی که تهمتش کردن. پس میگه همین مردم گشتن تهمت یعنی اتهام به سوی همو گذشت. بس گفت که مردم وقت را اتهام با همین چیز کرده ایسن. پس گفت که منو میگه یعنی منو تهمت داره؟ بعد گفتن بله. بعد میگه سینی آسمان نگاه کرد، نگاه کنه سینی آسمان نگاه کرد، میگه گفت و به خداوند قسم میتیم تو را ای الله که همین کار انجام بدی
بعد میگه قسم داد خداوند که قسم به ذات پاکت و ترا قسمت میتیم که همین کار انجام بدی. میگه ما دیدیم که یک ماهی از داخلی همون آب در یعنی که دهنش همون جوهره همون خوب دیگر همون چیزی که بود مثلا در درون بحر همون جوهر یا لؤلؤ یا چیزی از برآوردش میگه در همونجا پرت افتش یا اتهام به دزدی کردن یا اتهام به چیزی کردن که در بدنش نبود و گفت من در درون کشتی ام. وقتی من اتهام میکنه که من گرفتم، من در حالت نگرفتمش. پس این آسمان نگاه کرد و الله براش از اون چیزی که از اون صاحب کشتی دزدیدگی بودن از داخل بحر برای صاحب کشتی را میگه خداوند قسم داد و خداوند یعنی که دعاش اجابت کرد و اون کار انجام داد. یعنی اهل خدا خاصه الله وقتی که اونها صادق هستند و مخلص با اللهشون هستند، خداوند برای اونها همه چیزی که هم در دنیا از براشون میکنه، چون که اونها از هیچ گپ لومه و لعیمه نمیترسن. هر اتهام و تهمتی که بالای اونها میکنن و هر اتهام کننده و تهمت کننده برمیگردد اون تهمت هاش به خودش. هر جنگ انداز فتنه انداز خداوند فرزندش نشونش میده، خداوند شکلش میکنه که تو آخر زندگیش میجرا میگرده. هر کسی فتنه میکنه، هر کسی دروغ میگه، انسان وقتی که دروغ میگه الله سبحانه و تعالی نزد خودش او را دروغگو و کذاب مینویسه. و ببین که تو وقتی دروغگو تو را الله نوشت، پس دیگه قبولی تو یعنی که یگان سخنی تو قبول نیست. وقتی سخنی تو قبولی نباشد و اون یعنی که البته کرامن کاتبین هر یک گپی ما اوتر می نویسه، امکان ندارد که اینها از ما، ولی دیگه ملائکه رحمت از شخص دروغگو میگریزن. پس رحمت شامل حال اون نیست. پس باید انسان پل کار میکند، اگر میلیون داشته باشد برکت ندارد، زندگی بد دارد، وضعیتی بد دارد، با یک حالت خیلی بد گرفتار شخصی یعنی که به همین حالتهای بد گرفتار می شود، پس اون فکر نکنه که دنیا دارد، چون که اون برکتی که باید داشته باشد اون برکت الله سبحانه و تعالی از اون گرفته است. وقتی که از اون این برکت گرفته است، امکان ندارد که اون دیگه یعنی که دارای مزیت خاصه یعنی که در زندگی باشد. پس همه ما و شما باید بفهمیم اتهامات بالای ما میشود، تهمت های میشود. پس وقتی که ما بخواهیم در یعنی که مراتب غربا الله سبحانه و تعالی ما و شما را داخل کند، پس ما باید بفهمیم که در این آزار و اذیت و این آزاری که هست، تهمت 307 زندان کردن، همه اینها بزرگان اهل سنت و جماعت از پیرو امام ابو حنیفه میگه در زندان از دنیا گذشت. یعنی که این قدر علمای اهل سنت، این قدر علمای بزرگی که از ما و شما بودن، یعنی که ببینید که در قرون ثلاثه مفضله و پس از اون چقدر در زندان ها بودند، ولی اونها هیچ وقت از راه حق منصرف نگشتند. پس هیچ چیز آدم راه حق از راه حقش منصرف نباید بسازه. چرا؟ چون که این ما باطل نیستیم، ما در اون راه غلط نیستیم، ما یگان چیزی طلب نکردیم که یعنی اون راه غلط باشد. پس برای چی باید بترسید؟ ما نمیگیم اشکارا برون بریزه بر تخت زیر خطر قرار بدی، ولی لااقل در داخل خودت باید داشته باشی چیزی که در مقابل همین رژیم یعنی که کاری که انجام باید بدی به خاطر یعنی این وطن این ملت باید انجام بدی. این است وظیفه ایمانی ما. بله بار یکم برادر خیلی غم دادین که نه گپ زدم، میتونی بخیر با واتساپ زنگ بزن، خیابان مشکل نیست. وقتی که نمیتونی صحبت کرده پس با واتساپ صحبت کن، وقتی با برنامه نمیتونی صحبت کرده مشکلی اینترنتی داری. بله سلام علیکم. سلامت باشی. بله فرما. وای اینه دوسته داره برادر اخی لعنتی با کوئی ولی پدرشت اولودی بایی بعد تصفاتی همین لعنتی بدای مردمی برغای مردم برغ در هم تکی لوفا میشوان که مرده رفتن نگیرن برای وای باید مارد شوان خیزن مردم باید مارد شوان که بینن که در افگه ممرینجان دیگه برای میشن لوفا در میمونیم لوفا در مردن نگیرن اجازتون میکنن میکشن خونه برای وای شما دفترتون گیرم این امامالی وقتوش iş meşana baba. İşte geliyor. Kanamına bastay. Yani avludi tecavüzler şah inşallah var. درست. İşte de barguma da geliyor. Kada bargum da o mühendisliği batıymış. Sarbuza yapıştı. Her sarbuza ummali kışam sarbuza yuşuyor. Bu ama ille
чисто пути, просто пузырь, что стояло. Парбузой шура, что стоит, парбузой гаранга, парбузой шура, я начал по шабандара, ауе, ами сагошта пармунду, да все нам пармунду помогут, ауе, это дарсат не смекнан, хампиш, смекнан мекшал, иланат. Васи баруичини, мегенчинча, هم همون در فکری مردم نیست هم حتی کلو هموندهی در حرکتش فقط همون پولیفوی کردن دیدن یا گلوش کردن به هر طروقی به هر شکلی خودشون در سگوی لعنت خودشون جنایت کنن این امامالی خیش خدمالت چی های سگوی دویشو سگوی در مالت سگوی همه چیز خدمال چیم چیو دیدن یا کما باقی من امامالی لعنت یه همه چی هنیز خودش لعنت کنم درسته برادر. No gurbi kafura, no ani desh kati anu makundoro iki da aku iki kriya namanya gurbi kafura. No asiat ngertei, asiat makhluk, ayat ani makhluk saja, makhluk cimomi kata. Kafura ne dunia sekali makhluk, ne cepat, ne dia harus tapi orang story ne dia harus kamu mikrofon mikrofon. Nah kita masuk part nekhamu, sana yang udah kamu murkai masuk part. Itu ham selama tiang tu nanti pergi kapuran mula, patro, patsbis, patho, ya rom ya asli anak dia yang mengaji, yang para polis ni. Kalau ini orang no bos ame pun semua anak itu atai asiat, nani masuk murkai polis semua anak tu mereka semar, semua anak tu سلامت باشی برادر ریگری الله حفظت کنه و سلامت باشی انشاءالله سلامت باشی بارک الله برادر ریگری الله حفظت کنه و خداوند هر چی بتونیم کارمون انجام بدیم. بله خب برادر عبدالله خوش آمده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله برادر علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. البته خواستم کمی در همین مسئله موضوع فکر خودم بیان کنم. البته مردم زیر آب همه آگاه هست که امروز در تاجیکستان نه اینکه در جنوب تاجیکستان بلکه در گویم که شمال تاجیکستان هم سیل آمد. بارش های زیاد شد. البته این بارش ها خیلی که گفتم قبلتر مثال در داغستان هم بود. امروز همین سیل یا که بارش در تاجیکستان هم آمد. از یک سبب هایی که این بارش های زیاد یا که این آفت یا این بلایی که بالای مردم تاجیکستان آمد چی است؟ همون حرامی که در بین مردم تاجیکستان پهن شده است. همون نتیجهش این غضب پروردگار است. نتیجه است. حالا که این چیزها برای مردم تاجیک یا که برای مردم مسلمان تاجیک یک گویم که آگاهی است. میتواند که خیلی که شراره بود مانند شراره هم کوه به حرکت درآورد کلی تاجیکستان زیر کوه ماند زیر سنگ و لای ماند تاجیکستان. برای چی این گپ میگم؟ برای آنکه همین نظام نادرست، همین تربیت نادرست امروز سبب شده است که نه اینکه همین فحش و حرام در تاجیکستان بلکه دیروز در همه رسانه ها پهن شد. همین تاجیک ها دیدن، تاجیک ها پیشتر میگفتن که خر یک کار میکند. خب عصر پیش رفته است گویم که زندگی بهتر شده است. روسیه آمدن چند سال پیش کمپری 90 ساله را تجاوز کرده کشته بودن. میفهمید؟ به نزدیکی با دختری 13 ساله را 3 جوان تاجیک تجاوز میکند، دارو میدهد، پردازرافته میکند تا صبح زنا میکنند و عاقبت چیکار میکند؟ و دختر میمیرد. و از کجا این جوان ها این گونه تربیت گرفتن؟ از کجا این جوان های تاجیک همین گونه بی شفقت بی رحم شدن؟ بعد این چگونه برای ما گویم که یک نصرت از جانب پروردگار می شود یا که عزت، آبرو، شرف شود یا بهبودی در زندگی ما شود؟ نگاه کن که
حتی که همین شوروی کمونیست وقتی که شهرها ساخته بود، بیرون از شهرها 2 یا 3 سیلبراس بود. کانال هایی که وقتی که سیل میبیاید چیکار میکند؟ همون سیل آبش تقسیم میکنند میبرد از شهر برای حمایه اهالی. حالی که این رژیم میگوید که ما مسلمان هستیم، رحمانوف میبرد ما مسلمان هستیم، دیگریاش میبرد ما مسلمان هستیم. کجا شد همون کانال ها؟ باور کن راه های سیل با کلانای ما میدونستن که از کدام منطقه با کدام راه سیل میبیاید و میگفتن که یک متن چی هم بود، مقاله هم بود که از کجایی که سیل آمد باز می آید. امروز این حکومت همون منزل هایی که همون زمین هایی که سیل می آمد یا راهی سیل بود فروختن، به مردم خانه کردن دادن، حالا که گویم که اجازت نیست. باز با همون راه ها سیل آمده ایستاده است. حتی که همون راه هایی که ساختن با پول مهاجران فرستادن، همون اسفالت هایی که کردن امروز سیل برداشت رفت. میفهمید؟ خانه های مردم ویران کرد این سیل. لیکن باز میگن که آفت طبیعی گناهکار است. در خوب آفت طبیعی گویم یا که همون بارشی که از جانب پروردگار بالای این مردم یا که در سرزمین ما بارید. میدانیم که از گرد و اطراف تاجیکستان 99% تاجیکستان کوه است. برای چی؟ همون سیل براس ها، کانال هایی که سیل به دیگر طرف میبرد اونها نیستن امروز. حتی که همون کانال ها امروز گور شدگی هستند، به جویبار یک جویچه میدکک تبدیل یافتگی هم. امروز رئیس های شهرها این کانال ها را نظارت نمیکند، نمیکوبد. حتی که در داخل دوشنبه امروز ما میبینیم که آب 0.5 متر است در مرکزی شهر. برای چی وقتی که شما همین شهر سازی میکنید حالا میدونید که ما در کوهستان زندگی میکنیم؟ برای چی راه برای آب نساختید؟ نه اینکه من میگویم که همون تونل هایی که ساختن امروز پر از آب است، بلکه در کوچه های دوشنبه 0.5 متر آب است. برای چی در کوچه ها 0.5 متر آب است؟ محمد اقبال حتی که نوارها را نگاه کنید پر از موسور است، میفهمید؟ پر از پرتو است، تربه ها پر از پرتو شدگی است. همون کارخانه ها یا شرکت های کمونالی چیکار میکنن؟ این قدر پول مردم میگیرید، چیکار میکنید وقتی که همین جویبارها تازه نباشد؟ هزارها میلیون ها پول مردم به بودجه دولت میرود با هر بهانه‌ای. برای چی من این گپا میگویم؟ برای آنکه دیروز من یک خبر یک نفر من از دوشنبه گفت که میگه که فرزندم صنف 11 را تمام کرده است و دیرکتوری مکتب گفت است که هر نفری که 9 تمام میکند اتستات 9 میگیره. بعضی جوانو از مکتب میروند کو و نفرایی که 9 تمام میکند اتستات میگیرن و نفرایی که 11 را تمام میکند باید که برای اتستات گرفتن 400 سومانی پول پرداخت کند. تو 1,500 بعضی هم میگیرن 400 سومی چیه؟ 1,500 باید پول بودی. اکو نگاه کن، من همون چیزی که برای من گفتن که 400 گفتن، من به حیرت رفتم برای چی 400؟ مکتب تمام کرده است باید که اتستات بیاد. همون دیرکتوری مکتب است، همون کارگرای مکتب باید که برای تو آمد در زندگی به خطاگی روح نده، زندگی خوش و مثال گپ هر چیزی که هست تمنا کند، خیرباد گوید، با هم گویم که دلی پر از در مکتب برایت رود. 400 یک نفر گفته است که من نمیدهم، پلیس فریاد کرده است برای که این چیز مجبوری بود است از بالا. میفهمی؟ اکنون من نمیدونم که ما در کدام دولت زندگی داریم، این چگونه دولت است. معارف میگوید که ما مزد معلم میدهیم میگوید، لیکن در مکتب ها ماهانه میگیرن 80 90 100 سومانی ماهانه میگیرن. مکتب های دولتی پول ریمونت میگیرن، سری سال 200 سومان، آخری سال با یک 300 400 سومانی دیگه. اگر در مجموع اگر پول گویی که همین حساب کنی باور کن
در یک سال تقریبا اگر که 1000 طلبه زندگی کند در مکتب 150,000 دلار مکتب پول جمع میکند. میفهمید؟ از 1000 طلبه. و برای چی مکتب های ما ریمونت نمیشود؟ مکتب های همون شوروی همون موند است. همون پول هایی که شوروی کرده. دخالت کننده تو اینکه فهمی هر یک رئیس معارف نوحیه میمونن، مثلا کنی بودم ببینن که مردمی تری پلتین یا نه، نظر با پل داده بدادگیش نظر با مکتب ها رئیس معارف کنی بودم مثلا 50,000 میتیه تو اینکه رئیس معارف کنی بودم شود و این 50,000 تیا مکتب با 150 حساب کردی همون معلم ها همون دیرکتور مکتب ها 4-5 هزار دلاری میارن در دست رئیس معارف میتیه. خوب دقت کن، او 50,000 به وزیر معارف داد، او 100,000 رای همه او را باید که او پولش جمع کنه، پولی دادگیش به وزیر معارف تاجیکستان دیرکتور مکتب جمع کنه بگیره. اما دیرکتور معارف باید جمع کنه بگیره. دیرکتور مکتب به خاطری که جاش مونش بیسته و وزیر رئیس معارف نوحیه ایوازش نکنه هر ماه ستافکای معین میبره میتیه، با 6 ماه از کوارتالی میبره میتیه، با کمیسیه چیزی روان میکنه، اونا علاهیده هستند. اک ولایت حساب که چقدر مثلا 300,000 400,000 دلار رئیس معارف ولایت سوخت پول میتیه با وزیر معارف. خوب دقت کن، انا اونا از طلبا جمع میکنن، از خواننده ها، از پدر و مادر با وزیر با رئیس معارف میده، رئیس معارف با وزارت معارف پول پیشکی دادگی کار کارتس است با وزیر معارف هر چیزی که طلب کنه ای رئیس معارف ولایت و نوحیه ها اونا حتما میارن میرسونن. اینا میتونه بله این چیزا میدونیم، وظیفه ها را میخرن میرون، همین گویم که کلاکدوها انا همون رئیس معارف است که دیرکتور را میبنده، این چیزا را که دیرکتور جمع کنن بگیرن، بعد از اتستات، از علاوی، از بور، از همین ها معلم توسط دیرکتور امر میشوند، خواننده ها با معلم ها میتن، معلم ها با دیرکتور با رئیس معارف. انا این گپ درست است. نه درست است، لیکن خوب 10,000 باشد 20,000 باشد، اینجا تقریبا 1.5 میلیون سومانی 150,000 دلار من در همین گویم که از همه کمش حساب کردم. در بعضی مکتب ها 1200 1,500 طلبه است، 150,000 دلار. میفهمی؟ لیکن احوال اون مکتب میبینی باور کن میترسی، یا میگویی که چی هستن شوروی ها ساختن رفتن 50 سال شدگی است مکتب باز همون با رنگ ارزان رنگ میکنن، پایانش رنگ همین تورمه یا که برنیسه های تاجیکستان هم بود که کبود بالاش سفید همین است، پال رنگش گویم که جگر رنگ دیگر نشده است. او به 150,000 دلار اگر هر سال گویی باور کن قصر ساختن ممکن است، نه مکتب. میفهمی؟ باز یک دیرکتوری مکتب گفت است که اگر که شما گفت است 400 سومانی پول ریمونت ندید گفت است میتوانید که فرزنداتون از مکتب بگیرید دیگر به دیگر مکتب برای سپارید. او شما چه این ظلم است برای مردم؟ از برای همین من میگم که این همین نفرهایی که در وظیفه ها هستند مشکلات وقتی که بالای مردم میبیاید من میگم که مشکلات این با همین رژیم وابستگی دارد. برای چی؟ برای اینکه همون وقتی که پول میدهند چقدر که تو گفتی و من میدونم و دیگران میدونن پول میدهند وظیفه میگیرن و اون چیزی که مسئولیتی که هست در گردن اونها همون مسئولیت انجام نمیدهند. بعدین مرکزی گویم که شهر دوشنبه 9 متر آب است. از برای همین باید که یک بار مردم وقتی که راه میسازید، وقتی که یک کاری خیر میکنه. دیدی عبدالله این مکتب 6 هم مکتبی که من در قرغان تپه تحصیل کردم در پیش خونه ما همین زن میخواست است که دیرکتور مکتب شود 20,000 دلار طلب کردن. خوبه که یتیموف بود پیش ایو، بختیار بود پیش ایو، فلان همین دیرکتور مکتب، یعنی 20,000 دلار طلبش کردن که ثبتی با دیرکتور مکتب 6 قرغان تپه ده. اینا که 20,000 دلار در یک مکتب. این مسئله که من گفتم از نوع رئیس معارف و وزیر معارف گناهکار اینجا. من دیرکتور مکتب و اونایی که هستن معلم ها را گناهکار نمیتونم کرده. برای آب از بالا لایه اینمی 20,000 میتیه، این 20,000 را باید جمع کنه بگیره این معلمه. این 20,000 دلار ای طلبه ها باید جمع کنه بگیره. من نمیدونم که با فیلم که 3,000 طلبه داشت مکتب 6م
2,500 اون بود. جا که 3,000 طلبه باشد تقریبا $500,000 در یک سال پول جمع میکنند. میفهمی شوخی نیست آخه. من برای نمیگم که نه کلا نه خوب آبادانی اگر مکتب ساز میکنن، اگر مکتب حالتش خوب میکنن که طلبه روان علم آموزند، ما طرفدار این هستیم. لیکن من مکتب ها را میبینم، نه اینکه خودی گویم که کانی بادامه، من خطلان میبینم، من بدخشان میبینم و هر منطقه را مکتباش میبینم. باور کن توبه کردم به خدا که اونجا حیوان برده بسته نمیشود. برای چی این پول ها کجا میروند؟ از برای همین میگم که امروز اسفالت های بعضی قشلاق هایی که اسفالت کرده بودن سیل برده است. برای چی؟ برای اون که همون شرکت های کمونالی وظیفه شون انجام نداده بودن. زمین هایی که فروخته نمیشد فروخته شدند و امروز اکنون خانه ها گویم که در زیر آب ماند. اینقدر ضرری کلان هم نباشد. اگر که باز یک بار دیگر اگر سیل زیادتر بیاید این خانه ها را میبرد. 3 4 یا 5 نفره که مرد است الله جاش جنت کند. لیکن یک چیزی که هست که فقط همین دعا کنیم و گویم که کلاب جان من با تویم، یا که اسفر جان من با تو هم، ولایت سود خوجند جان من با تو هم. با این چیز نمیشود آخر. همون مسئولان، همون وظیفه داران، همون حرامخورانی که از همین پول مردم میخورن، برای چی از اونها طلب کرده نمیشود؟ برای چی همین حرامخوران وقتی که 1 نفر 2 نفر 3 نفر، امروز من چند روز شده است که تقریبا 4 5 روز است این سیل، چند نفر پروکراتور گویم که تاجیکستان مقابل چند نفر گویم که دل جنایی باز کرد؟ صفر. یگان کس گناهکار نیست. در گویم که مرکز دوشنبه نیم متر آب مقابل رستم جل جنایتی بوشن. تو چی گفتی سای؟ من نمیدونم باید که این گناهکار پیش مردم بدیشون که انا این نفرها گناهکارن. رستم باید رئیس دوشنبه دوشنبه باید رستم دل بکشه. عجب گپ میزنی. نه یا که در کلوب یا در کشوره او کلی بختیار گرفتن، نو پلا گرفتگین موندگیشن. این مردک پلی کلون سرب دادگی رئیسی کلوب شدگی چی نو وظیفه را موندنش سیل آمد. باید این دلش بکشن. میگه او کلی نظرزاده پیش من بود، او را باید شما دل بکشه که چی در پیش من کار را توری نکرد. نه بله نه بله همین گونه است. لیکن من میگم که از حسابی که ما فقط دعا میکنیم و فقط در زبان که گویم که همین گویم که من با کلوب جان گویم مردمی کلوب مرا دوست می‌دارد، یا من با سوق جان گویم مردمی سوق مرا دوست می‌دارد. گفته گپ نه، این گونه نه. نفرها مردن، کی جواب میده به این مرده ها؟ اینا باید که مردم طلب کند، نه اینکه ما با شماییم. با شماییم میگوید وقتی که قفقاز سیل گرفت گویم که اینقدر کمک ها کردید، پیاده به گویم که قفقاز رفتید بعضیاتون، برای چی امروز پیاده به اسفره و کلوب نمی روید؟ من همون چیزها را ندیدم در اینترنت. از اوجا فایده ایجاش فایده نیست. نفهمی؟ نگاه کنم تاجیکی پتخلی لگن بردار. من نمیگم بله هر کسی که کافر است مسلمان است اگر به یک مشکلات افتاد باید که کمک کنیم. ما مسلمان هستیم کمک کنیم، لیکن همون کمک باید که برای گویم که خودنمایی نباشه. همون گویم که کمک های گزل ها فوره ها اینقدر یاردم ها برای چی فرستاده به قفقاز. ماشاءالله من خرسند شدم دیده. لیکن امروز به همون کمک ها به همون یاردم ها رفته، آش پخته، همین راه ها را تازه کرده، همین کلاب و همون اسفره و همون منطقه ها به همین چیز محتاج هستند. خیلی زد روید 10 کس 20 کس شده رفتید کو روید اونجا هم. از برای همین لگن برداری، همین گویم که بیشرفی بیناموسی ما را در یگان جا حرمت و عزت نمی کنن. میدونه که چه پدلیزه. از برای همین مرد باشین، یک رنگ باشین. درست.
باز مسئله سربازان کشته شده، البته که این چیزها را چند بارها حرف زده بودیم، لیکن طبق که معلومات هایی که هست من میدونم این چیز به فکرم اگر که در حقیقت حکومت این زیر کنترل نگیرد، کشته شدن سربازا خاتمه نمی‌یابد. البته که مقامات میگوید که دیگر نفرهایی که در وزارت ها کار میکنند، وزارت دفاع میگوید که ما تغییرات ها در آورده ایستاده برای گویم که خوب شدن حالتی همون سربازان برای خدمت کردن به وطن یا که جای زیست اونها. ولی از این چیزها مثال نوارها ما میبینیم، از این چیزها آگاه هم شده ایستاده، لیکن دیدفشینه که بعد شوروی ماند، همون دیدشینه پاکیزه از بین نرفته است. فرزندان همین گویم که یک پدراشون گروزچیک یا که رزنرباچی یا ترکتریست میروند در همون خدمت، باز چیکار میکنن؟ همون گویا که زوریشون نشون میتین یا محلچگی میکنن از یک گویا که بچه با یک کمبغل موز یک بچه ترکتریست و گروزچیک و رزنرباچی را میگیرن میزنن، مجبور میکنن که استخوان خورد، مجبور میکنن که گویم که با автомат میزنن، با هر کارها رو مجبور میکنن. بعدی این بیچاره ها میمیرد. این سببش چی؟ سببش همون از تربیت دور شدن. سببش دولت امروز فقط در زبان میگوید و در کنترل یا که عملی کردن این چیزها را، قانونها را نمیخواهد. از برای همین این کشته شده ها، این مرده ها، تا آنگاهی که دولت در حقیقت سر در سر نظارت نکند، این چیز دوام دادن میگیرد. ما جوانهایی گویم که باننگ، فرزندان باننگ این ملت به خدمت میفرستیم و بعدی چی میشود؟ امروز اینش مرده است، بعد یک ماه دیگرش مرده است. لیکن در همون خدمت فرزندان رئیسان، فرزندان دادستان ها، فرزندان گویم که مینیسترها، وزیرها، فرزندان رحمانوف و نبیره های رحمانوف نیست، همون فرزندان همین خلق بیچاره. از برای همین وقتی که فرزنداتون به خدمت میفرستید، پدر و مادران نصیحت کنید که بالای یک بیچاره دیگر ظلم نکند، حیات یک بیچاره دیگر نشکند. او زوری نیست 4 کس یا 5 کس یا از همون مقام و قدرت و قوت استفاده کرده یک بیچاره ضعیفتر از زده استخوان برای استخوان فرو دادنش مجبور کردن. این مردی نیست. مردی آن است که وقتی می برای سخن حق مقابل حاکم، مقابل انسان ظالم میگویی، این مردی است. مردی این است که یک بیچاره را میری از دستش میقپی، با او کمک میکنی، این مردی است. مردی حرمت، عزت، ناموس یک دیگر حمایت کردن، این مردی است. نه ای که یک بیچاره از تو ضعیفتر زده کشتن، این مردی نیست. از برای همین باید به فرزنداتون چیکار کنید؟ این چیزها را نصیحت کنید که پیش از به خدمت رفتن. همون فرزندانی که مردن، من میگویم که پدر و مادرشون با چی مشقت ها اونها را بزرگ کردن. یک بار فکر کنید، همتون، همه ما، اکثریت ما فرزند داریم. اون نفرهایی که فرزند ندارن، اونها به همون فرزند زار هستند. این یک نعمت پروردگار است. اینقدر قوه، اینقدر قدرت، اینقدر مشقت برای وی به 18 و 19 و 20 رساندن است. لیکن یک فرزند یک کتان می رود و بیچاره را می زند، می کشد. باز یک چیز عجیبه که است که خاندان میگوید که فرزندم گفت که چیکار کرده است، فرو داده است، نه بالای و یگان کس ظلم نکرده است. از چی وزارت ها میبینن مجبور میکنن که با رادیو آزادی و دیگر خبر رسان ها یا که خبرنگاران گپ زدن من میکنن. با چی من میکنید؟ برای چی من میکنید؟
برای چی اکسپرتیز شفاف آشکارا نمی شود که مردم بینن دانن چی شد چی گپ شد؟ برای چی قانون ها یا که فرمان ها فقط در کاغذ میموند؟ از برای همین گویم که مردم در زیر آب ماندن یا که سربازان کشته شدن، این همش با چی؟ با حکومت وابستگی دارد. اگر حکومت فقط گپ ها در تالار ها نماند، لیکن قانونی هر شرکت ها، هر گویم که کارخانه ها، هر وزارت ها طبق قانون اگر عمل کند، باور کنید که یگان تاجیک یا که تاجیکستانی نه زیر آب میماند، نه کشته می شود، نه بالاش ظلم می شود. اگر که قانون برای همه یگانه باشد، وقتی که قانون فقط برای ثروتمندان است، ثروتمندان و نفرانی که به وظیفه، البته که چی انسان‌های کمبغل در ظلم هستند. مسئله گویم که رژیم رحمانوف گویم که در جستجوی مخالفین است. البته که این چیز به همه آشکار است. برادر محمد تقایف در جستجو هستند، من هم در جستجو هستم، محمد اقبال صدرالدین و صدها دیگر نفرها امروز در جستجو هستند. فقط ما نه آدم کشتیم، نه زمین تاجیکستان فروختیم، نه بایگری تاجیکستان به چین و به روسیه و به دیگر دولت ها دادیم، نه از بایگری تاجیکستان قصر ساختیم، نه خش و تبارا ما را میلیونر و میلیاردر کردیم. هیچ کاری گویم که به ضرر وطن، دولت و ملت تاجیکستان نکردیم. یگان ضرر فایده ما رسیدگی است، لیکن ضرر نرساندیم. هر چیز برآمدیم گفتیم. چی گفتیم؟ همون کمبودی های حکومت، تنقید های ما برای اصلاح کردن حکومت امروزه و همون کمبودی هایی که در شهر و ناحیه ها هست، ولایت ها هست، به همون چیز اشاره کردیم. به دلیل گپ نزدیم، از پیش خودمو از شکم ما نگفتیم. هر چیزی گفتیم برای آبادی وطن، آبادی و خوشبخت زندگی کردن مردم تاجیک گفتیم. لیکن ما را چیکار کردن؟ ما را تهمت میکنن که گویا که ما خیانت کردیم. تنقید حاکمیت و کمبودی حاکمیت و همون وزارت ها را گفتن برای اصلاح ترغیب کردن یا که طلب اصلاح کردن، این خیانت است؟ یا که ما این خائنی است؟ نه، بلکه این چی است؟ وطن دوستی است، این مردی است. امروز ما میبینیم که در همه جا چرخ زده ایستاده است نفری که 17,500 گویا که فرستاده است به اصلاح. امروز 13 سال حکم زندانش دادن و نفرهای دیگرهایی که هستند که میبرن 15,000 20,000 30,000 دلارش میگیرن، سر میدن برای 2,000 3,000 روبل روسی فرستاده است. بس بوده است. برای چی نفر 17,000 فرستاده است یا که 18,000 روبل روسی فرستاده است؟ چگونه بس 10 سال زندان کرده؟ چگونه شما بس 10 سال زندان کردید اون نفر؟ دولی که میلیارد دزدید با سرش داده، با معاون تلقیق مونده. بله اینا نگاه کن، میلیارد دزدیده است و این پلی خودش دزدیده است. فقط میفورم یا آدم پول کار کرده است، میفورش که لبوی کار میخواد بکنه آزاده. کاریت چی؟ هی کاریت چی؟ یعنی این هدفش تنها ترساندن مردمه، یگان چیز دیگه نیست. به خدا برادر عبدالله، نه اون نفر گویم که نه، او گویم که اگر که خوب در تاجیکستان این چیز جنایت است، خب وای نفر در روسیه زندگی کرده، در روسیه فرستاده است، برای چی شما اون نفر برده در تاجیکستان زندان میکنید؟ 100%. حالا که در قانون جزا همین خلاص که اگر جنایت در هر کشور صورت گرفتگی باشد، همون کشور باید مجازات کنه اونا. جنایت در تاجیکستان شد باید در تاجیکستان، جنایت در روسیه شد باید در روسیه. در روسیه طریق قانون نیست، درست نبود. سال 2023 طریق خبر نبود.
و برای چی شما میگیره به همین شکل شهروند روسیه های پاسپورتش میگیره انولی بوده میگه توشنش روی میکنه میگن یعنی که بدبختی. ولی همون پول جمع کنی هایی که بود خوب سالهای گویم که بعد همین دستگیر کردن عزت امان بود خوب هزارها نفر پول فرستادگی هستند. مثال من خبر دارم مثال برای چی که از یک نفرهایی که بود که من گفته بودم حتی که پول جمع کنید برای چی برای که بسیار بچه ها را در مسکو دستگیر کردن ادمنستراتیونی правонарушение برای همین مثال چیکار کردن اونها را штраф کردن برای штраф برای اونها پول لازم بود. در همون وقت من گفته بودم که پول جمع کردن در کار است کمک کردن در کار برای اونها رفتن مردانگی کردن حمایت عزت امان امروز گویم که به همین زندانشون کردن یا که حبسی گویم که 12 روزه و 15 روزه شون کردن با گویم که جریمه شون کردن به همون نفرها کمتر برای سبوکی کردن پول جمع کنید. خب امروز هزارها این گونه نفرها هست. اکنون فکر کن هزارها نفرهایی که نه بر آمدن حکومت رحمانوف تنقید کردن نه تحقیرش کردن نه یک سخن گفتن فقط 1000 سوم یا 10,000 یا 20,200 دلار فرستاده میبرد 13 سال 15 سال 20,000 دلار 25,000 دلار 15,000 دلار پولش هم میگیرد سر میدهد تمام دل تمام شده است. برای چی؟ برای که جناب عالی همین گفتگی کردن کدام نفرهایی که توبه میکنن اونها بخشیده شود. بعضی آدم ها خانه‌اش فروخته داده ایستاده است برای 2,000 یا 3,000 پولی که فرستاده است کدام وقت از برای همین امروز مشکلات جامعه مشکلات مردم یک سو ماندگی است. رژیم باز یک راه دیگر پیدا کرد چیکار کند باز اکن همون نفرهایی که کمتر شجاعت داشتند شجاعت اونها را بشکند. برای چی من این گپ در آخر گفتم؟ برای اون که دیدی همون نواری که تو پهن کردی دین برادر محمد تقایف پهن کرد همون جانشین رئیس کدام وحدت بود نه آچت از گور میبرارم از قبر میبرارم فلان میکنم گفتگی نوار از وحدت بود کدام چیز بود از وحدت بود به نظرم. بله همون چی نگاه کن نفر این قدر بدگو هست که این کلمه هایی که او تلفظ میکند به عقلت قبول کردن نمیتونی. همون نفرهایی که نامش گفتن نگاه کن که همون نامش گرفت همون گپ چیکار کردن فرو بردن. میفهمید این قدر همین گونه کردگی هستند مردم تاجیک امروز همین گونه کردگی هستند. یک گویم که یک گوسپند میبیاید در وظیفه میبیاید آچهای مردم فلو میکند کودکای مردم فلو میکند زنای مردم فلو میکند حتی که آچه مردش از گور میبرد فلو میکند خپ است این مردم. میفهمید از برای همون نفرهایی که امروز در روسیه هستند یا که بیرون از تاجیکستان هستند آورده میان اونها را شکستنش لازم است که باید مردم تاجیک چی شود غلام شود. برای مردم تاجیک غلامی میزیبد. بعدی میگویند که ما 1000 سال دولت نداشتیم و 1000 سال چی نداشتیم انا همین گونه بود. 1000 سال شما در کون یکدیگری چوب زدین گروه شود حالی با اومدین گویا که دولت تاجیکی کردین از وای بدتر کرده ایستادین. اگر کمتر باشد همتون چینیگی گپ میزنید بعد 100 سال. سلامت باشی سربلند باشی برادر. همین چیزها را گفتن ابدام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد تقایف از دیدن شما خیلی خوشحال هستم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم خیلی خوشحال هستیم برادر عزیز. بارک الله فیک. باشه برادر عبدالله ان شاء الله که با صحبت میکنیم. خوب ان شاء الله. بارک الله فیک. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله. علیکم السلام. برادر عبدالله واقعا هم نقاط مهمی را برادر عبدالله ذکر کردن بهترین. خوب برادر محمد تقایف خوش اومدی. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همتون عزیز.
امیدوارم که همه کس خوب و سلامت هستم. پیش از همه همدردی خود را به همه مردم کلاب میرسانم. آن شخصانی که فرزنداشان را از دست دادند، تسلیت ما را قبول کنید. الله مهربان جنت الفردوس نصیب آن آدم هایی که شهید شدند، یعنی در هستند. الله رحمت و مغفرتشان کند. درباره موضوع شما که رحمانوف عسکرای میگه، یعنی افسرای میکشد و در جستجوی مخالف ها هست، ولی این امام علی شریفویچ اصلاح نشدن، نمیدونم فکری مردن شما نمیکنن. سبحان الله. Горбатова могила исправит, гуфте гап одами каҷалара қавра ивазаш намекуна, ура да қабр вазияташ бо бадтар айпада налатай. Раҳмонов ҳеҷ вақт иваз намешава, алло лаънатш кунад. بله برادر عبدالله، درباره اون شخصایی که گفتن که آنها چرا رفتن داغستان و کمک کردن و برای مردم ما یعنی دستیاری نمیکنن، آنها چوپولیس رحمانوف بودن، رفتن همین پرخل اونجا با گویا آبروش برداشتن، گویا که حکومت تاجیکستان انا آدم دارد، انا گویا که بهترین رفتن یاردم کردن داغستان یا با. چرا تاجیکستان رو نمیکنن؟ اینها دشمن ملت تاجیک هستند، از رحمانوف سر کرده تا دیگر و دیگرش. اما نوارای اهمیت دادیم. حالی وی وزیری چی بود؟ سبحان الله، پریمیر منیستر می چی وی اون خوجندی خانه شد دوبای با $1 میلیون و 1 میلیون چند هزار. سروازیر تاجیکستان، سروازیر حال وی هم بینید که رحمی کافر می بیاد. سبحان الله. و اون قد درازی اون جان حاضر شما در فیسبوک نش کردم. کدام میرا بینا هم خود دروغ میگه کی میگه جناب عالی مخصوص بطر سلام گو، جناب عالی عزیز ما را سلام نمیگه، میگم جناب عالی مخصوص خطا سلام ما را گو با فلانی راسو پیش شیطان خاص هم خود دروغ میگه. خدای گفتی گپا اورتکی ور قد کردی خا که دیگه چی بگم صح حلاگر اخلاص خدا. بله اینها سبحان الله بعد سبب همین بدبختی ها اکا دروغی به پیش دروغین است. فهمیدید؟ دوشنبه این قضیه باشده است، همین ما ساعت 12 شب میبرویم میگردیم، هیچ کس ما با کاردار نمیشود. نه که در روزانه دخترای تاجیک گم میشوند. امروز جوانا گم شده ایستادن، پسر بچه ها گم شده ایستادن. سبحان الله اینا چه خیلی به پیش میگن، اینا من هیچی نفهم. امروز باید احمقش برام دست در همون درونی تالار میکروفون اگر سو اسماعیلی محمد ظاهر گفته داد زده است. سبحان الله تا این درجه پس زدین خودتان. یک احمق تجاوزگر میبرد دخترای خواهرای تاجیک تجاوز میکنه، اینا اسماعیلی محمد ظاهر گفته داد میزنن به خاطر 4 سومپولو، به خاطر یک فوتبالکایی که سبحان الله پوشیدن و داد وای کرگشتن اسماعیلی محمد ظاهر به پیش گفته. شما چاپلوسا آدم نشدین. انا همین بدبختی شما، همین به پیش دروغین شما غضب الله آورد. حالا این یک اشاره بود، حالا از داغستان هم بدتر میشن شما. همین دروغتان باشد، همین در چشم مردم خاک زنیاتان باشد. خدا لعنتتان کند که نخوا. سبحان الله ما هزارها قدم به کفا زدیم، شما میبرین ناشرمیده به پیش میکنین. کدام به پیش؟ 4 میلیون تاجیک در بدر. رحمانوف 1 میلیون، بیش از 1 میلیون کودکای تاجیک از زنده صغیر کرده است. آنها از دیداری پدرشان محرومن با مادرشان. مادر و فرزند امروز از دیداری شوهرش، از دیداری پدرش محروم است. شما میبرین ناشرمیده به پیش میگوین. کدام به پیش من نمیدونم. چاپلوس های بدبخت، تمام یعنی بدبختی ها از دسته رحمانوف و از دسته شما بیناموس و بیشرف ها است که این مردم بیچاره به همین روزا آمدند و زدند. بله. و همین خاطر این چاپلوس ها ایجاد کرده بودیم که همون زندان بود.
лаганбардор гуфто тоҷикистон гулшукуфон аст, вале афсӯс хӯроки ҳамон бечора ролтон аст. ҳилолу капку оҳу рӯзу шаб хӯроки раҳмон аст, вале тифлони қарсақзан зори бурдаи нон аст. اینها میبرن رحمانوف تعریف میکنن، بردار میکنن و تمام همون جاندارای نادری که کتاب سرخ به در آمدگی پروندنش ممکن نیست، شکارگرا آور رحمانوف دوستن کبک و هلال و آهوی و تمام چیز و خورده مست شده فالغار داده دخترای مردم تجاوز کرده گشت است. چاپلوسا به خاطر 4 پچکه رالتان امروز ریسک همو فرزندای یا بهمگوته سرگردانن از رحمانوف تعریف کردن. این چی بدبختی است سبحان الله. در طول 35 سال کجای رحمانوف چند زواد ساخت که امروز برد در زیر پای عسکر و افسران روس مردمش جای کار به تامین کنند، مردم یک زندگی خوش انتخاب کنند و در نزد فرزنداشون باشند. یک زواد ساز نکرد، همون مرخانه باز کرد اولادی و اینی خودش بود از باز تمامی کار کرده. همون مرخانه مرغ پروری گاو پروری سبحان الله. مرخانه مردم ضرر دیده ایسن، این قدر مردم دنگره ای بو مرخانه ضرر دیده ایسن که مردم دنگره در جانشان زدگی هن ای بو تف مرغای رستم با مردم یکم فایده نیست ای مرغا. بله گفته درست گوش کردیم. بعد رحمانوف رستم آورد چی کرد؟ رئیس شهر دوشنبه کرد. بیچاره عبیداللهیف لطی الله کرد پرتافت. عبیداللهیف همون وقتی که روسیه میروند هم مهاجرات جمع میشن میگوین که شکرانه کنید که همین من و رحمانوف با کی هستیم. سبحان الله. رحمانوف تیر گرفت و مثل یک لطه که پالا میشه یک طرف گرفت پرتاف. تو 25-30 سال خدمت کرده رحمانوف با نخواد تو 10,000 آدم جمع نکرده باشه که هم پدن حالت یک باره میکردی امروز یک قدر و قیمت و آبروی داشتی. سبحان الله. حالش به دل آدم میسرد همون عبیدالله با. وقت از اونه که عبیدالله بود همون دوشنبه به هیچ کس عذاب نمیکشید، همه برق داشت، همون کانالیزاسیون تمام چیزا تازه بود، مردم قدر جالب نمیکردن. تعریفش نکه که با عبیدالله نکشه بعدی برنامه تعریفش نکه که این کدمه را تعریف کرد رحمان میکشش. این قاعده داره رحمانوف کدمه را غیر خودش پیشوای ملت گفتی تعریف که گفتی با سوادای رحمانوف با او رشک حسد داره میکشش. قاعده رحمانوف وظیفشه. اوی پدرناله که بچه جمعند است این نرکمانه و چند سال شد رئیس شهر دوشنبه؟ بیش از 5 سال سبحان الله. باید و یک رای و روی ساز میکرد، باید یک راههای آب میرفتگی میکشاد و درست میکرد که آبو میگذاشت میرفت. امروز همه آب مابین دوشنبه بمانده است و همه خاطر چاپلوسا همه با پیش گفتن گرین یک شب خیستن هم نمیتونه میخیزن که تگی لای کمان دیگه رنگ داغستان اونا خد دست پا کرن گریختن خانواشو پرفتن. شما هم خیلی جا با جا میمرین رستم چکو اون گلوبای شارخو دیگرش کتی میبرن میگن تو بازدیدی پیشموی ما دشنام میکنی حقارت میکنی و دشنام و حقارت های ما نشر کردیم، چرا درباره اونا گم نمیزنید؟ ما هیچ کس این خیلی دشنام نکردیم که ولی ما مادرت از قبر براور فلان میکنیم و قبر بالا بوده. چرا تو حاضر و از وظیفه نمیگیرین؟ برای چی؟ این اینجا بچه های دنقره همی گپا گفتی رایشتگیان قسم داده هستن حضرت التماس همی گپی بچه های دنقره را بگو همینجا می نویستن حقارت رحمانوف ما دولت با قربی میگیره این ملت اوچت های قور میبرویم فقط دوامش حقارته. این یگان مردمی دیگه نه، مردمی دنقره گفته هستن که همین یگان گپشید اوچت های قورش میبرویم و بعد میدونیم چی کارش کنیم. یعنی اینو آوازت مرد برادر محمد همه آواز مرد؟ نیستو خوب است. بله گبزن این مردم گفتی گپو یه فکر داره که ولی مردم قطعی بازی داره رحمانو با خدا. بله همین دنقرگی ها شما به یک رای ندادن
معلومات که همین دنغرگی نیست همین بدبخت اکدام قبرستان پیدا شده که مردم دنغره با من صحبت میکنن آدمای خوب هستن این خیلی گرسنه گدازاده نادیده ناخورده نیستن خیلی که قروتاب زیاد کرده بود غیر هم پدنالات هم خوبه این پدنالات ای جای پیدا شده دیگه الله لعنتش کنه بچه مریم گرسوخته ده آخی این گفتی گپا و همه خوجان مهمانی میرن قروتاب زیادی میکنن مراد میگد برده دونی چرخ بالمون یکی گوشنمونه میخوریم همه تو کدام درجه نادیده ناخورده سبحان الله پدنالات شاه اون قدر پول و مال همین تمام معارف و هم یعنی همین مجبور میکنن مردم پول و پیشه برده همین بمیتن همین بدبخت بمیتن همینه این فرمان داده که مردم غارت کنید گفته مردم بیچاره تمام فرزنداشون در بدر خاک بسر میاناشون کوز شده که پول کوی به سرگردان با بزمی این بدبختی هر سال 8 میلیارد 10 میلیارد دلار قریب را میگن این مردم تاجیک یک بار برونده خورسندی و یک بار برونده تشکری نکرده از این مردم اینقدر نفرت دارد حالا اون بدبختی کارگاس امروز رفت کو جناب عالی مردم کلوبا همدردی کرده گفتن این کلا دروغ است باور کنه آدمی که همدردی میکنه من ویدیو در میکنم میگم مردم شریف کلوب همدردی ما پرزیدنت تاجیکستان قبول کنه این دروغه همش باور کنید این کلا دروغه اکو این یگان کس همدردی نکرده است این فقط سگی پوتین همدردی میکند اطرافیان پوتین همدردی میکند بعد با مردم شریف تاجیک من گفتنیم که حاضی ما فرصت داریم که این توده اباشه سرنگون سازیم خیلی برای اینکه این شوهرش حاضی تا گردنش در باطلاق گوتیدگی است پوتین این یاردم کار نمیتوند این بدبخت با ما باید سرجم شویم اینو یک باره کنیم سرزمین ما آزاد کنیم دیگر ما خب باید نشینیم امروز باید عسکر دین یکمی مای زده کشتین حاله ویدیوش روان کردن نمیدونم در کدام منطقه باشد هر روز آدم کشی سبحان الله در بهشت روی زمین میگویند نعوذ بالله بهشت یک تا میشود بهشت همون یک تا بهشت الله یکه و یگانه که تو خوبی میکنی تو الله مهربان سجده میکنی نماز میخونی مردمت رو دست یاری میکنی کمک میکنی نیکی میکنی فردا رفتی این دنیا رو از این دنیا چشم پوشیدی واردی اون بهشت میشوی بهشتتون دروغین بود امروز همه قایل شده زیر آبولای موند باز چی میخواهیتون فرعون هم بهشت ساخته بود ولو ویران کرد الله مهربان از الله بترسیدون که غضب الله والله بالله تعالی یه روز بالای سرتون بیان نه مخالفین بعد به هدفش میرسد مردم خلاص کردن و نه دیگرش اما الله جون همت میگیرد رنگ شراره بشود عاقبت دروغ وای است آخی دروغ دشمنی الله تو کی دروغ میگیتون شما شما پیشوای میدن گلو باید هم که ویدیو میکنم پیش همون گرد و اطراف رستمچی بیو انا دوبای انا قبرستان هم بچه ها نر بچه ها با و دختراش مایلش گدیم کنالو چکار رقص کرگشتیم وقتی ویدیو میکنن دوبای گفته 200 متر اون طرف رفت درونی کانتینر رو همون موسورایی که کدی رو با پریشون است کلاموشای کلام است هر یک کلاموشه رنگ تخمینه و عزیز موری کودکا بینن تلخکب میشن و یک کودکای کوچک شما موقعی اون طرف رو سیان که کنیم مردک باشین هست نه یک تنیم جوان مردا سیان که میکنم میپرتویم که نه بین احوالی دوشنبه همه خاطر این مردک اکا سیری ندارد خداوند که مادر تا رحمت کنه بعد که گفتی که پدرش خیل کریم زنش دادن در کرای الحمدلله پدرم زن داشتم نه باید زن دیگه آخی زن داشتن بهترین بله ای اولاد یگان چه نمیگیری بعد کی ای اولاد رحمان فیگان چه نتیم بعد به مسافده ای قضاب دادن یا
نه اینو لازم نیست اکو. اینو لازم نیست. بابا فقط همین مردم نوشته هستن که اکای محمد تقای فابگو که همین یکان نفر همین اولاد گرفتن در کار با سفید پدر شبچی هم گفتم همین گموشی نکی با فیلم که دودنی نیست یکون کسای اولاد. اگر خودی همین آزاده بروید و در تماس با ما صحبت کنم ما یک گپی نازدار میشه. مسافر خیلی زن دارم. که خلاص. نصیحت کردن کن. یک نصیحت کردن نکن. یکان شیر بچه باید و تولد کند. این اولادی گروسنی گدازاده نادیده ناخورده باید یک شیرمرد پیدا شود. رنگ حضرتی میشه. نه. آزاده اینت گفتی گپات چی دوران؟ دعوت دوران نگاه که توکلش به خدا. نه اینکه ما پول و مالی وای و ما بیزاریم. آزاده فرزانه بشوه ککرست. مایده کیاش؟ کنجکیش نمیشه. نه اکنون همه آزاده ما معقول شدگی. آزاده چمپیون کرد خیلی معقول شدگی. توکل به خدا که خیلی. و رنگ چی بود وای لوبovnikش چی نام داشت؟ شهباز رجبزاده. رنگ شهباز رجبزاده بوده. پول و مالی تو من به درکار نیست. تنها من میخوام که تو یک شیر بچه بعدی سرت آدما چی گذاشته میره این دنیا با فرزندی صالح. بله یا فرزندی صالحه. یکی ای آزاده فرزندی صالحه تولد نمیشه اخی باید نصیحت میکنیم. باید خانه خدا رفت و برگشت باز همون پیشینه خرگشت باید گشته از نو نصیحت میکنیم. خدا موفقت کنه. تاتر کتی رفت درونی خانه الله در آمده با گشت آمد کنه لوچ کرد. انک لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. باید انشاءالله تربیه میکنیم نظم شود. و همین خاطر میتواند در تماس برود رقم واتساپ من هست من گپ دارم وای با بهترین گپا دارم. میگه آزاده گفته است که ریش شبت روشا بعد میگیرمش. نه که گپ نیست. انشاءالله من ریشم نمیگیرم وای ریش معقول میکنه دمیخه میکنه. ریش معقوله گپ نیست. خیلی در آخر گفتم نیم گپ شوخی هم کردیم گپ بسیار شده سبحان الله. در آخر گفتم که امام شریف و هیچ پاشون بالا به گوره سیده که این کس سری ندارن. این کس حال کم فرصت دارن 70 با پوش 70 نه که این کس 75 به قریب رفتن. باید این که از نفت توبه کنن. تمام این مخالف های گوین که شما یعنی آدم های خطرناک نیستین این همش تهمت بود. من از جمله مخالف ها با بخشش میپرسم. بعد مردمی تاجیک با بخشش میپرسم گفته یک ویدیو کنن پیش از رفتن. فهمیده؟ من چقدر آرزو داشتم که با تاجیکستان برگردم با سری بلند با مادرم چقدر فکرهای خوب داشتم. دیدید الله مهربان گرفت. برای همه آدمیزاد آدمو یک دم گفتن. امام علی شریف باید مردنتان رو هم فکر کنید که فردا شما باید چقدر این دنیا رو پادرود گوید. شما فرصت دارید شما میلیاردها دلار دزدیدید قتل کردید سبحان الله این توشه آخرتتان نمیشود. باور کنید این نه دستگیری میشود نه فردا بعد سری شما یا اون کس رحمت میگوید. شما اگر برآمده توبه کنید این مردم با هم مخالفاش با هم مردم داخلی با بخشش پرسید فردا بعد سری شما نسل آینده میگن یک آدمی که نااهده برا بود و آخران اصلاح شد و به نزد پروردگار خویش برگشت. این ظلم و ستمتان که شما هرگز باقی نمیمانید. شما یک روز این عالم را پدرود میگوید. اگه گفتن مردیم ریشا سفید شد موی سر سفید شد شما اصلاح نشدید. این شعر برای شما. خدمت 30 ساله هم تنها غم نفسی بدم. من ندارم سری که این جان من گیرد خدا. زحمت عمر خزانم خاک به چشم خلق ردم. خالقم جانم بگیر من از اول بودم گدا. غارتم سوده نکرد زین عمر برباد رفتم. میروم امروز فردا مال و ملکم الویدا.
فکر کردم میبرم با خود همه سیم و زرم، صد دریغ این فکر خام سرواره روزی جزا. من پشیمانم از این شرمندگی طولانیم، سجده میارم به تو میرم زی درد بیدوا. خلق تاجیک من گناهگارم به نزد هر یکت، التجا دارم ببخشید این همه جبر و جفا. من باوری دارم که اکا این مردم این مردک رو میبخشم. ظلم و سیستم این آدم باور کنید که در همین قرتق بالا گذشت رفت، از گردن بالا شد. بله این مردم این مردک رو میبخشم. ولی اون برادرها شما گفتید که رحمانوف رو نمیبخشیم، گفتید حکومت نو که آمد اون مردم رو میفهمونن که تمام. آخه یک گپ زوری دیگه گفت، همین گپ تر منم گفتم، میگه تو حکومت شما تو حکومت شما حکومت نو شما تشکیل میشه و که شما میوه گفت گپ همه تازه. بعد دیگه گفتم خیر توکل تو به خدا. که گفت تو حکومت شما میوه که ما اوجه کارمون میکنیم زیغ نشه شما، ما در وقت اومدگی شما میگه ما یگان کار نمیکنیم دیگه. این خیلی شود بهترین میشود. ولی دیدی ختم راضی یعنی اون بچه‌ها میگن اون با نمیشود مثال و بعد یک ماه نمیشود. من به باورم است و بعد 40 روز نمیشود. این فرصت رحمانوف رو من گفتم که فرصت دارد این مردک. با این تنها الله میداند. سحری خیزم که رحمانوف دست پاش بسته این بردین تیلا کردن کرپیش نبا. این تنها الله مهربان میداند. فهمیده؟ لیکن من فکر خودم این که رحمانوف مثال بعدی 40 روز میشد این کار، یا بعدی 4 سال میشود، یا شاید پگه شود. رحمانوف اگه حاضر گوش کرده باشه حاضر من همینجا درآید پتکلو چیت کند درآد و از تمام مردمش بخشش پرسد. مال و ملک و دزدی و غارت هیچ جا نمیبرد این مردک. یگان کس نبرده است. همون ویدیوها و فیسبوک و میبینید که آدمو هم خیلی افتمه در دستشون مردگی هم اونقدر تیلو و تنگه کوزه ها در نزدشون موندگی است. هیچی نبردن. همون چیزا موند. با دیگر ها یفتن گرفتن استفاده بردستن. ما مقصد ما چی؟ رحمان و فوز زنده هستن، باید مردم به این کار این پول و مال صرف کنن که مردم یک بهره ورد در بدر نشود مردم. فهمیدید؟ با یک بدبختی دیگر این که اکو چاپلوسا با پیش میگوین این بدبخت تعریف میکنن، یک کسلی میرن پیدا میکنن مردم با پول میطلبن. انا همینش علام میکنن، انا همینش سخت بد میرسد و کمبغلا با ما هزاران روزی که مردم ما وای کنن کمک کنن. ولی چرا رحمانوف تعریف میکنید وای به طلب نمیکنید از رحمانوف که این مردم با کمک کردن کن؟ چرا؟ الله لعنتتان کند با همین بدبختی، با همین سرسخت خودکامه. سبحان الله ما رو به گوجه ها آورده رسونید. اگر این مردمش به خدمت میکرد 150-200 هزار کشته اومد، امروز باور کنید همه فراموش کرده بود. اکا ظلم اینا قتل و کشتارش با یراق و اسلحه و تنگ و توپی بیگانه آمده قصد کرده مردم کشتنش امروز 35 سال فراموش میشد به خدا. اگر فهمیده ولی نکردین، این خدمت نکرد مردم با این جمع کرد فقط خواست که شاهینوی از این زمان بدید. اونقدر پول مول یا بچه‌ها نوشته هستن که تو برنامه دیگه را که محمد تقاوی یک شعر برای آزاده نوشته، یگان خطاب خوبش کنه آزاده را، یک شعر خوب آزاده. این شعر آزاده نشر کردن نمیشه، گفتن نمیشه. میگن که همین موافق طلب که محمد تقاوی یک شعر دعوتش کنه، یگان کپی یعنی لوبو نشنه نوشته و یک دعوتش کنه که برای آزاده را یک شعر خوبش بنویسه. مثلا یگان دعوتش که دزدی نکه، غارت نکه، مقصد یگان مثلا دل زنکا را بیو، مثلا مادرای زندانی را آزاد که، یگان شعر یعنی ایجاد که برای آزاده را که مثلا آزاده تر کرونا که یگان شعر انشالله میکنیم یکی آزاده فرصت دارد. آزاده هم فردا بعدی بازداشت شدن لازم نمیشه وای من با بچه چکوری که گفتی گپا همین آزاده را سختی بر قپیده این اولادی نیست. بعدی بازداشت شدنش وای من در کار نمیشود. اینا فراموش نکند. پیش از بازداشتش باید گپ زنه.
شما فکر و خیالتون کجا با من نفهمیدم. منم نمیدونم اون فکر خیالت تو بگودم و بفهمه به مردم هر خیلی فکر دارم دیگه که محمد آقای عاشق شده باشه. محمد تقایف که اینها پدر و دختر و همسر و فرزندا فرصت دارن، فرصت فهمیدید. اینها هیچی راست نکردن در طول 35 سال. اینها هیچی ندارن. اینها گدازاده بودن، گدازاده میروند. بشار اسد نفت داشت، اونقدر میلیارد داشت، از بین رفت. اینها فرصت دارن که مردم به بخشش پرسند. والله این مردمی بهترین از این مردمی ما، فهمیدید، میبخشن. همون پول و مالی که از همین مردم گرفتن، از همون کان و نقره و از زمین و همه چیز اینو از خود کردن، باید این مردم رو برگردونن. گویان که ما نتوانستیم، ما دزدی و غارت کردیم، ما رو بخشین. ما میخوایم که جغیلدان مایه همون شکمبه مایه توزه کنیم و فردا نزد پروردگار خویش با لقمه حلال رویم. مقصد محمد تقایف این است. فهمیده؟ اینها خواهن نخواهن امروز یا فردا میرون. فهمیده؟ برای چی من گفتم آزاده من میگیرم. مثالی گفت و تربیت کردن کار، حلال خوردن در کار. فهمیدید؟ و گرفتن که من رنگ دیگه مردکان که بدنفس نه که چند سال شد سبحان الله من نه همسرم دیدم نه فرزندم دیدم، گشت کامم میکردیم، نه یکم کسی زنا کردم. توکل به الله، الله مهربان به هر شب و روز دعا میکنم که الله مهربان هیچ گاه برای کج من روان نکن. اللهم آمین. مقصدی من هم که آزاده من گرفتنم کتی و اکتی من همون شب و روز هم خوابه نمیشوم و ما 40-45 روز با لقمه حلال، با موز حلال و تعام میدیم. ارگانیسم وای تازه که شد بعد وای زنی حلالی میشود. مقصدی ما اینه. باید بگیری 4-5 ماه و اگر عیده عادی اگر گفتی که پس سلاست قروب باشه ای آزاده را تو باید 6 ماه نگهش داره که او تازه شود، او با قلبی تازه نمیشه و بسیار کثافت های. ما 7 سال 8 سال صبر کردیم، 1 سال هم اگر عیده گیرد ما صبر میکنیم. خلاص نه طوری شید. مقصد همین که وای باید ارگانیسم تازه شود. اگر خواهد که فردا واردی بیش شود. اینا خیال میکنم ما دشمن رحمانوف و اویلش هستیم. نه، ما هیچ کس به دشمنی نکردیم. ما گفتیم اینا اصلاح شوند. اون پول و مالتون تنها کیف و صفای دیوانگی و تجاوز و خود نشاندهی، نه که خود نشاندهی شما نه یک کامیرا بگیری و همون خریدشت قبچو قهردش برابر منی همون خر بالا است. برای اینکه شما نمیزبین، نه جیب سواری بمیزبین، نه از سواری بمیزبین، نه لکسوس سواری بمیزبین. شما تنها خر سواری و همون ستیلوی پیش وای بود 7 فوتی سبز بود، رنگاش سبز بود و کبود و هم زرچه هم بود. همون ستیلی گاوجوشی میزبد تو بازاده دیگر هیچی شما نمیزبد. آدم که نادیده ناخورده آمد به سر این قدرت و آدم به هیچی نمیزبد. پرزیدنت الله رحمتشون کنه خوجندی چی نام داشتن؟ یا ولگا داشتن کو؟ قهار محکموف. قهار محکم و یا ولگا و یک گلیم داشتن. تمام گفتن دیگه من به هیچی لازم نیست. اما نوارو چه داره بینه 1000 کس الله رحمت و مغفرت کنه نویسگی. فردا شما بعد اینقدر حرامخوری، اینقدر ظلم و ستم، اینقدر قتل و کشتار، شما نه هیچ کس الله رحمت کنه نمیگه. سبحان الله. این دنیا برای سنجش الله مهربان ما رو آفرید. شما سنجش گرفتین ریدین. سبحان الله. همه تجاوز کردین، همه غارت کردین، پول و مال این مردم رو دزدیدین. اون پول و مال شما زواد و فابریکه می ساختین. سبحان الله. هرگز این مردم غلامی پوتین و غلامی قاسم جمال تقایف و دیگرش نبود. درسته برادر. سلامت باشه برادر. نکردن اینا مردم ما با اینا فقط تجاوز کردن، فقط ما بوی شویم و ما پولدار شویم و توف نه همون پول و مال شما، پول و مالی که از این ملتی بیچاره کنده گرفتن و خون این مردم رو مکردن. مهنت حلال میکردیم هیچ نمیگفتم. آزاده ولکن فرصت دارد. این آدمیزاد است. امروز هستیم فردا نیستیم. برای اینکه دشمنای هم حرکت دارن کفای ما. آدم شو و عالم شو. تلفن من واتساپ هم
یوتیوب هم فیسبوک با آزاده گفتی اما اتاق میگه اگه تلفن میکردگی های انا که تلفن میکردگی بده همیشه باور کن همون های انا محمد تقایف تلفن میکردگی همی بده یا زنگ ممکن نمیشه که باور کنید که رحمت گفته همین دنیای پدرود میگه رحمت گفته سلامت باشی برادر محمد تقایف السلام علیکم مردم شریف تاجیک هر شوخی های بدیل نگیرتون الله همتون حفظ کند ما باید پیروز شویم این توده افباش حرامخور این گپایی که من شوخی کردم و گفتم اینا با یگان چی تاثیر نمیکند این هم تو یک خورسندی مردم بود اینها خونشون حرام شده است از حرام خوردن خون اینها رو تازه کردن نعوذ بالله خیلی قین است خیلی قین است اما داشتن محقاراتاشون ما نشکریم داریم گوش کنین اینها آدم و اصلاح نمیشوند آدم نامسلمان این خیلی داشتن محقارات و بدبختی نمیکنند همین بود السلام علیکم مرا برای دکو برکات سلامت باشید تو بله این بود صحبت های برادر محمد تقایف امیدواریم که در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید باشد چند نفر در همین نظرسنجی امروز 81% مردم در با مردم کمک کند نه مخالفین جوید 81% 19% مخالف جوستن یک حیله است 462 نفر 275 نفر در گذاشتن لایک و 50 نفر 56 نفر در اصلاح پادپیسات کردن امروز. خوب بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید لایک شما به خاطر بیدار کردن یک جوان ناآگاه دیگه هست که امکانی آن دارد که بیدار شود اقلا یگان کار نمیکنه هم لایکاتون مرده گاره بمونه دیگه نترسه همین قیه که تلخه کف ترسیده گریخته تا چون کدام دولت دنیا را رفتگی بخد حالا هم میترسن پروش که در اروپا اومدگن تخم کردن دولت تخم شدگن فقط در فکر دنیا دویده ایستن ولی گفته گپا یا تا گفته گپا کاری که به سر ما میکنن به همین وضعیت به همین حالتی که ادامه دارد ولی هر یک کدومتون میبینی بعد که چی گپ میشود کافرنیهان بله سلام علیکم بفرما السلام علیکم حضرت امیدوارم مغزی سوزی چند قبود نبر اومدی تشویش شدیم بعدای رمضان نبر اومدی رمضان دروز برنامه کردی برنامه بعد رمضان ندر اومدی دیگه نبر اومدی دیگه تشویش مون کردی بعضی کسلی ها و بعضی سفر ها داشتیم الحمدلله که تمام شده همه هستیم دیگه گفتم یا ایخی زنگت بزنم پرسم تا که دیدم که پایدو شدی ایسونا دام وضعیت بیزی باید سویازاده سوزی نغزی اخی امیدارم حضرت جان برادر الحمدلله خوبیم برای موضوع چی گفتن پول نحسیه در بالای ما ای اکی محمد تقوی میگو تو میکنی او خوگه و امی ایسونا وارانه خوگه رسی دادن در کرسه و چو میکنی را خوگه بودی همشه داشت خرم نی خوگه خر دوای حیف میشوه یا آزاده اوه باید از قدری خدر را نداره همین خوگای رسه رنگ همین خودش ولی یک سوینا مدکره بودیشه بگرده ایو محمد تقوی گفت گفت مصلحت داره قطیش ایو اکی محمد تقوی حیف میشه برای وای خیلی میخواه زنگ رحمانش آتش میگه که یکان زنگ میزده که های اکی دختر رحمان فا میگن زنگ میزده که های زنگ زنید محمد تقوی فا اون کاری که با دختر مردم که با دختر تو میکنن این قرضه اما همین قرضه در دنیا نشان داده هستیم که دختر مردم یکان زنگ میزده که های انا بعد میگن که اینو آزاده را بگه زنگ بزنم مودا این قرضه که در همین دنیا با چشمت میبینی انا را میگن یعنی که برگشتن سلامت باشی برادر کفرنیهانی دعا کن حضرت جو بله البته در امان خدا باشه سلامت باشی بارک الله خب بیننده گرامی واقعا هم برنامه ما وقتش هم خیلی زیاد شد برادر عبدالله خب در گذاشتن لایکاتون واقعا هم باشد برسونش دستی سچیگا پای قتل خکفه نخواه همین رحمان فی پلید کسیفی مادر به خطا رفته گردن بلانگزی به ایمان بترسه همین خطا مردک بدونی یعنی که خطا یک آدم بدونی که در مقابل همین
پدرسگ ملعون قرار داری، تو باید مردانه لایک تب مونی، مردانه نشر کنی، مردانه کامنتار تب بنویسی. برای چی؟ برای اینکه جان ما در دست الله، جان ما در دست رحمانوف نیست. هر چی قدری که بترسید همون قدر، یعنی که ما و شما در بدبختی قرار داریم. ولی وقتی گفتی که الله من هر روز نماز میخونی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگوی یا الله من ترا یعنی که عبادت میکنم و از تو طلب کمک میکنم، رحمان رو میترسی. هیچ وقت شخص مسلمان یا غیری یعنی که چی نمیترسه. عبدالله بله. عبدالله صداتون نیست. عبدالله میکروفون کشتگی نیست ولی گپ زن. عبدالله خوب. بله عبدالله بفرما. بعضی نام تمیمونه فراموش میکنه که نام تا عبدالله مونده. برادر در اومده در افیر ولی صحبت نداره. بفرما. خوب. بله بیننده عزیز و گرامی، امروز برنامه ما به این خلاصه می شود ان شاء الله و در گذاشتن لایک ها انتشار این برنامه در نظرسنجی 467 نفر اشتراک کردند. برادرانی که همراهی با اصلاح میخواهند کنند، برادرانی که در مسائل معاش هستند، تا امروز یگان معاش اصلاح داده نشد از ماه اپریل که البته میدونین تا 5 تا 7 باید ما معاشایی که هستند تمام کنیم. دکنه که این ماه تا نهایت ماه نمونه، یعنی که کارمونه به خوبی تمام کنیم، باور کنید بعضیش دیگه نمیدونیم به کدام شکل کارمونه تمام کنیم. چرا؟ چون واقعا هم در یک حالتهای ناگوار قرار داریم. به همون خاطر در سهم گرفتن برادرایی که در عدد 50,000 یا 500 یورو هستید، حالا هم 22 نفر برادرانی که در عدد 250 یورو هستیم، حالا هم در 15 نفر که 25,000 روبل یا 150 یورو. دیگر هر چیزی که باقی مانده بود از ماه اپریل مارت در ماه اپریل تمام کردیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، دیگر از این وقت قیمتی شما را نمیگیریم. امیدواریم که انشاءالله. بله سلام علیکم. واتساپ. بله واتساپ. با VPN صحبت کنید وقتی میدونید که مشکل است. بله واتساپ بفرما. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم خوب انشاءالله. برادرانی که حاضر ناظرن همدردی شده به هر یک اویله، به هر یک خانواده که این معجزه الله ضرر دیدن میرسونم. الله شجاعتشون بده، هر یک همون ضرر دیده که خانه‌شون ضرر دیده ببروین در رد آزادی، در اصلاح، در گجای باشه نباشه، چی کمبودی که نمی چی کمبودی که میشنوه، چی چیزی که در خونه‌شون نمیرسه فریب میخورن، برو یک تا گپ زنن. یک معجزه الله، یک آبخیزی، یک معجزه الله، یک آبی چشمی بودن هر یک برادر که خیست برازی ظلم گپ زد. 10 ساله 11 ساله 20 سال سراغ گرفت، 5 سراغ گرفت. بله همون مدرای آبی چشم، همون مدرای هر یک خانواده ضرر دیده، نترسه همون برو در اصلاح، در رد آزادی یا بخیزن با پخچو الله پوشون داده، زبانشون داده، بخیزن رزیدنسی براون عرض داد کنن. فتایی ما همی بود هم در ایده با هر یک خانواده که ضرر دیده میرسه. سلامت باشه برادر. دعا میکنیم که حکومت ظالم، رژیم ظالم تستر نابود شوه در تاجیکستان. یک آبادی، یک عدالت، هر یک شهروند تاجیک مسلمان که در تاجیکستان زندگی میکنه ترس از حکومت دار، ترس از فرمانداری که بسی شداد میزنه.
یک کار دیگهش میخواه پروردگار این رژیم رو بوچوا. امین. آمین. سلامت باشی برادر. بارک الله. الله حفظتون کنه برادر. بارک الله. خوب، یک برادر برای ما نوشته است که سوره بلد آیت های 10 و 11 برای ما تفسیر یا ترجمه کنید. آیت های 10 و 11. بله، ما در سوره بلد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله سبحانه و تعالی میگه و هدیناه النجدین فلاقتحم العقبه. یعنی الله سبحانه و تعالی برای ما در این آیت 10 سوره بلد میگه الم نجعل له عینین، یعنی که آیا الله سبحانه و تعالی نداده است برای شما، یعنی که دو چشم که با اون دو چشم میبیند و با اون زبان و با اون لبها صحبت میکند و کف میزند و برای ما راه نیک و راه بد نشان داد. یعنی الله برای ما چشم داد، زبان داد، دو لب داد تا اینکه ما صحبت کنیم. آیا یعنی که نمیبیند انسان اون چیزی که الله برای ما داد؟ آیا فلاقتحم العقبه در این آیت سوره 11 میگه آیا نمیدونی مشقت آخرت؟ یعنی که اون مشقتی که الله سبحانه و تعالی یعنی که روزهای سختی را در آخرت برای ما و شما پیش بینی نموده است. یعنی به خاطر اون روز در این دنیا آن چیزی که داری صدقه بکن، اون چیزی که داری از خودت بتیم توشه و زاد و معاد جمع که در این دنیا برای اون روزی سخت. یعنی الله سبحانه و تعالی در این دو آیتی سوره بلد آیت های 10 و 11 برای ما دقیقاً همین مسئله را بیان کرده است که و هدیناه النجدین فلاقتحم العقبه. یعنی که این مسئله را که روز آخرت سخت است و برای اون روز آخرت توشه و زاد و معاد در این دنیا باید هر یک کدام ما و شما جمع کنیم تا اینکه یعنی یک توشه زاد و معاد برای روز آخرت، برای اون سرای مشکل برای خودمان در این دنیا جمع کنیم. پس الله سبحانه و تعالی ما را از جمله اون افرادی که برای آخرت توشه خوب جمع میکنیم تا اینکه بتونیم روزی خوب در آخرت داشته باشیم و از اصحاب یمین باشیم و از اصحابی که نامه اعمالمون در دستهای راستمان داده می شود. الله سبحانه و تعالی برای ما را چنین روزگار و چنین حالت را در آخرت نصیب و روزی گرداند. و در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی تمام کوشش های ما را به خاطر خیر و رضای خودش انجام میدهیم قبول نماید و از ما گفتن حق در مقابل تمام این ظلم و ستم هایی که می شود با زبانی که الله را ذکر میکنیم و تنها ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله تو را عبادت میکنیم و از تو طلب کمک میکنیم. چون که کمک های این بشری همش یعنی که چی هستند؟ مینت هستند و همش آن چیزی که تو برای ما که بندهات دوست میداری از بشر و اعطای بشر بهتر و خوبتر نیست. و تو هم یا الله تا آن روزی که مبارزه ما در راه حق است ما را در حفظ و حمایت خودت نگه بدار. هر برادر مبارزه و وقتی که ما از راه حق منصرف شدیم تو خودت آگاهی و ما را از اون راه باطل منصرف بگردان. الله تمام برادران مبارزه که با تهمت‌های واهی این رژیم ظالم و استبدادگر زیر زولانه های زجر این رژیم قرار دارند، الله اون برادران و خواهران از زندان های سیاهچال های این رژیم نجات بده و خداوند برای اون برادران و خواهران شجاعی که در داخل وطن قرار دارند و برای آزادی و مقابلیت در مقابل این رژیم منحوس آمادگی می‌بینند، خداوند ایمان و جسارت و استقامت در مقابل این دشمنی ملت و مردم و دولت ما در رویارویی و برخورد برای اونها استقامت و ثبات عنایت کن. و الله سبحانه و تعالی تمام اون افرادی که با زبان حق در مقابل این رژیم قرار دارند، خداوند زبان اونها را برا بگردان و ثابت قدم و استوارشان بگردان.
چنانه که تو در قرآن کریم برای ما امت محمد سوره با نام فتح فرستاده ای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یا الله فتح و پیروزی را نصیب ما بگردان و هر کسی مقابلیت در مقابل این ملت و مردم در مقابل پرچم تو ایستادگی میکند، خداوند با هر اخص عزیزی مقتدری که تو داری اونها را مؤاخذه کن، یا اونها را هدایت در راه حق بگردان، یا اونها را ذلیل و نابودشان بگردان. و الله تمام عزت برای این ملت عنایت کن و از خواری و ذلت این ملت ما را دور نگه دار. الله با این ملت پریشان و پراکنده که در تمام اکناف دنیا قرار دارند، خدایا آنها را یک قلب راسخ و مملو و پر از هدایت که از مقابله و رویارویی با این رژیم منحوس نترسند، چنین قدرت از لدن خودت برای تمام مبارزان و برای تمام این ملت عنایت بکن. الله سبحانه و تعالی زندانیان بیگناه ما را از زندانها و سیحچلهای این رژیم آزاد نما و خداوند گفتن حق بر زبان ما و بر زبان تمام این ملت عنایت بکن تا اینکه در مقابل این رژیم ظالم استادگری نمایند. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و صلی اللهم و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.